سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه دیگر از سری برنامه‌های مهندسی جهل در خدمتتون خواهم بود. ما در این سری از برنامه‌ها دوستان درباره مهندسی جهل، یعنی یک گروهی به خاطر منافعی که شخصی یا گروهی هست و دارند و بسیاری از مملکت‌ها در زیر چکمه‌های براق و خیلی قیمتدار، خیلی ارزشمند اینها هست. در کشورهای مختلف گروه‌های مختلفی میتونن باشن. اینها یک نوع مافیا هستن در اصل که برای تأمین منافع یک تعدادی، چون سیستم اداری اون کشور در دست اینهاست، ذهن انسانها رو مهندسی میکنن. در بعضی از کشورها انسانها به خاطر یه انقلابی، یه حرکتی که حالا یا با یه فردی شروع شده یا با یه جمعی شروع شده، میان و مسیر توسعه رو نشان میدهند و میگویند که ما از اینجا که هستیم خواهیم رفت به فلان جا و برای این منظور واقعا دارن تلاش میکنن. خود این هم یک نوع شستشوی ذهنی هستش، برای اینکه یک برنامه مشخصی رو به شما میدن که شما آلترناتیو های دیگر رو نادیده میگیرید. وقتی در یک جامعه یک فکر غالب باشه و فکرهای دیگری نتونن رشد بکنن یا اجازه رشد نداشته باشن یا افرادی که دارای افکار دیگری هستند دستگیر و زندانی بشن یا محکوم بشن یا مرتد بشن یا تبعید بشن یا فرار بکنن، مفهومش اینه که با اون فکر شما رو، اون جامعه رو دارن مهندسی میکنن. مهندسی حالا حداقلش به دو روش انجام، یعنی به دو طریقه متضاد انجام میگیره. یه وقت هستش که مهندسی میکنن ذهن شما رو برای اینکه به هر حال به یه توسعه‌ای برسید، از عقب ماندگی که جامعه داره، از دیگر جوامع، ملتی داره از دیگر ملت‌ها، کشوری از دیگر کشورها عقب مونده هستش در یک زمینه‌هایی مثل تکنولوژی، مثل اخلاق، مثل حقوق بشر، مثل انسانیت. اینها شما رو میگن آقا بریم به اون سمت. حداقلش اینه که اینها یه سمت بهتری رو به شما نشان میدهن که آقا ما مغز شما رو داریم مهندسی میکنیم، بچه ها رو در مدرسه آموزش میدیم، از تلویزیون و رادیو و دانشگاه و اینها همه رو استفاده میکنیم، ادارات و فلان رو اداره میکنیم، همه شما رو میخوایم ما سمت و سوی شما رو برگردونیم به اون قبله. اون قبله کجاست؟ اون هدفه. مثلا مالزی یک زمان یه شعار گذاشته بود سال 2000، از سال 90 تا 90 تا 2000 هر جای خیابون میرفتید عدد، من نبودم، دوستانی که اونجا رفته بودن تعریف میکردن که هر جا شما برید هیچ چیزی نمیبینید، یک 2000 نوشتن، 2 به علاوه 3 تا صفر بزرگ، که یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تا سال 2000 باید از نقطه که شروع کردیم به نقطه‌ای که میخوایم برسیم. یا چین مثلا بعد از مائو گفتش آقا هر چیزی که برای بتونه سرمایه جامعه ما رو بیشتر بکنه، رفاه ما رو بیشتر بکنه، اون کار رو انجام بده. هر چیزی به نام بد و ایدئولوژیک و دینی و اینا نداره. حداقلش اینه که چین از نظر اقتصادی گفت آقا من باید ملت من به یه رفاه برسه. این هم شستشوی مغزیه، درسته؟ مهندسی مغزیه، یعنی که شما رو میگه آقا ما باید از این نقطه به این نقطه برسیم، هزینه هاش اینه، زحمتش هم اینه، باید این کار کرد. باز این یه چیز جالبی هست، برای اینکه شما از یک نقطه A به یک نقطه B میرسید.
و این نقطه A و B تفاوتش یه رفاه درچین. این هم یک نوع مهندسی ذهنه. این رو در مدرسه ها، در ادارات، در سازمان ها، در دانشگاه ها، در تحقیقات، در سرمایه گذاری، در خرید و فروش، در همه چیز این رو مراعات میکنن و هر کسی که خلاف این باشه مثل ترک های اویغور اینها رو میگیرن، مثلا میبرن زندان، میبرن کمپ های چند صد هزار نفری. چرا؟ چون که هر صدای مخالفی باید کشته بشه، خفه بشه. این شستشوی مغزی و مهندسی اجتماعی. یه وقت این یه طرف قضیه. یه وقت هستش که شما رو مهندسی میکنن، ذهن شما رو در یک جامعه مثل ایران که شما نفهم در بیایید، شما جاهل باشید، شما نفهمید که گذشته‌تون چیه، الان کجا هستید، کجا باید برید. الان تو ایران هیچ کس نمیدونه که آینده چی میشه. هیچ تصویر روشنی در ایران وجود نداره، هیچ امیدی وجود نداره. هر کسی بتونه از ایران فرار میکنه. یه مدتی که کلا اصلا هر کسی که علیه مخالف رژیم بود اعدام شدن. صدها هزار نفر رو جوانهای بسیار مستعد، آگاه، درس خونده، همه اینها رو گرفتن اعدام کردن. چرا؟ چون که میخواد جهل رو مهندسی بکنه، باید آگاهان رو بکشه، باید آگاهان رو یه کاری فرار بکنه که فرار بکنن. جامعه باید خالی بشه از هر صدای مخالفی که خواهان یک وضعیت دیگریه و مخالف اون مهندسیه. نگاه کنید مثلا اومدن در مدرسه ها مهندسی کردن که همه اسلامی بشن، نشد. آقا اولش ژاپن اسلامی و نمیدونم چین اسلامی و کره اسلامی و ترکیه اسلامی و مالزی اسلامی و هیچ کدوم نه. ای داره هیچ کس نمیدونه چی کار میخواد بکنه، چون که اونها به جای مهندسی به یه هدف خاصی که مثلا آقا توسعه رفاه جامعه، حداقلش این میتونه باشه توسعه رفاه جامعه. آقا انسان ها درآمدشون بیشتر بشه، راحت زندگی بکنن، راضی باشن، حداقل اینو میتونه برنامه‌ریزی بکنه؟ نه، میگه نه. اینها در پینن جهل رو مهندسی بکنن، جاهل باشیم، ندونیم که در دنیا چی میگذره و برعکس بدونیم. مثلا در ایران همه فکر میکنن خارج از ایران یه فاحشه خونه است. این یه جهله. مثلا کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه آدم فکر میکنه که تمامی دنیا مثل پانفارسا داره، پانیرانیسته ها داره فکر میکنه، فیلسوفاشون، نویسندگانشون، رمان نویساشون، همه اینها. حتی اونهایی که ببینید مهندسی جهل اینقدر عمیقه، حتی اونهایی که از ایران فرار کردن اومدن خارج میخوان رژیم رو تغییر بدن، من میتونم با قسم آیه بهتون ثابت بکنم که عقب مونده تر از خود رژیم هستن. ایدئولوژی که گرفتن هیچ آلترناتیو بهتری به غیر از شستشوی مغزی و جهل، مهندسی جهل ندارن. اونها هم پانیرانیستن، اونها هم حقوق ملل رو انکار میکنن، اونها هم حق حاکمیت ملل رو انکار میکنن، اونها هم حق آموزش به زبان مادری رو انکار میکنن، اونها هم حق استقلال ملت ها رو انکار میکنن، اونها هم یه طرف دنیا رو یه جوری میبینن، یه طرف دیگر رو یه جوری میبینن. یه تعدادشون پهلوی چی هستن، یه تعدادشون مجاهد چی هستن، یه تعدادشون، یعنی یکی باشه که بگه آقا من تمامی ملل در ایران رو اصلا اونها با واژه ملت و ملت ها در ایران مخالفن. این هم جهله. خود اینها به خاطر چرا؟ برای اینکه 6 نسل کسایی که در ایران زندگی کردن، 6 نسلشون با مهندسی جهل بزرگ شدن، کار کردن، ادارات مقام گرفتن و بعد مردن تو جهل.
و بر جهل افزودند. حالا یکی از این جهل‌ها دوستان مربوط به اسلام. ما در ایران در رابطه با اسلام بسیار جاهل هستیم. به نظر من دارم در اینجا در 2 دقیقه نظر شخصیم رو در مورد اسلام میگم. به نظر من اسلام حقیقی وجود نداره الان. من کاری به پیغمبر ندارم. بعد از پیغمبرم 4 تا حداقل راه باز شد. باز اونا هم نشون میده که چقدر هم اونجا موفق بوده نبوده، اینو بحث نمی کنم. امروزه چیزی به نام اسلام وجود نداره. اسلامی که وجود داشت پیغمبری که اسلام رو آورده بود. اسلام اون چیزایی بود که پیغمبر ادعا میکرد من از طرف خدا آوردم. اگه یه کاری رو خودش انجام میداد اون اسلام نبود، اون نظر شخصیش بود. نظر من این. درسته اون به منبع وحی نزدیک بود، اما دلیل بر این نیستش که رفتار شخصیش، نظریه های شخصیش نظر خدا باشه. کارهایی که انجام داده، روش هایی که یا جنگیده یا صلح کرده یا نماز خونده یا با زنا رابطه برقرار کرده، این مربوط به چیز نیست، مربوط به خدا نیست، مربوط به اسلام نیست. رفتار شخصی ایشونه جدای از اون. مگر اینکه بگیم آقا اسلام یعنی محمد، هر کاری که انجام داده محمد اسلام بوده، اون وقت دیگه باید خدا رو بذاریم کنار، الله رو بذاریم کنار. خب این از این. در زمان ما ببینید، در زمان ما اسلام وجود نداره. هر کسی از اسلام یه درکی داره که این درک حاصل 1446 سال اضافه کاری ها و اضافه کردن های افزودنی های مختلف ملاها و خود ماها بودیم. در این 1446 سال که ماها، که این جوامع، این ملت ها، این ملاها، این کسایی که ادعای رهبری داشتن، اینا که بیکار ننشستن، اینا هر روز اومدن به خاطر منافع خودشون اومدن یه چیزی رو به اسلام اضافه کردن و امروز هر کدوم ما اسلام خاص خودمونو داریم. اسلام در ایران یک رنگ نیست. اسلام در ایران 92 میلیون رنگ داره. 90 میلیون رنگ داره. بگیم حالا 2 میلیونش هم غیر مسلمون باشن. در ایران 90 میلیون مسلمان هست، اسلام هست. برای اینکه اسلام من با اسلام دخترم یا زنم یا مادرم یا پدرم یا برادرم یا هر کسی دیگه متفاوته. چرا متفاوته؟ برای اینکه منافع من متفاوته، نوع نگاه هم به اسلام متفاوته، تفسیرم از اسلام متفاوته. حالا من این تفسیر رو از کجا میگیرم؟ یا از پدر و مادرم میگیرم، از برادران و خواهران و بزرگترم میگیرم، یا از نزدیکانم میگیرم، معلم ها و استادان دانشگاه و ملاها و آیت الله ها و رادیو و تلویزیون و کتاب و اینها میگیرم. اینها رو کی تربیت کرده؟ همین در 1000 سال کسایی که این تربیت میکردن، مهندسی اجتماعی میکردن، اینا این اسلام رو برای ما خلق کردن. ما اسلامی که الان داریم یه اسلام تاریخی افزوده شده پشته های تاریخی است که ربطی به اسلام نداره. من در مورد عربستان صحبت نمی کنم، در مورد کشورهای دیگه صحبت نمی کنم. من خیلی کشورهای زیادی زندگی نکردم بگم که تجربه اونها چی بوده. اگرم زندگی بکنید باید داخل اون زندگی، اون جامعه حل بشید تا بفهمید که اونجا در درون جامعه، در اون جایی که شما حسش یعنی به عنوان یه خارجی حسش نمی کنید، باید برید داخل جامعه زندگی بکنید تا ببینید اونجا چیه. این کار رو انجام ندادم که ببینم اسلام در مثلا ترکیه چی هست. میدونم منم اونجا حداقل حدود 2 سالی زندگی کردم، ولی دلیل نمیشه که با 2 سال زندگی در یک جامعه اون رو فهمید. اون یه صورت جامعه، یه برداشت خیلی ظاهری از جامعه هست، در حالی که عمق اون که در اونجا هر فرد یا اسلام هر فرد چه شکلیه. مثلا نگاه بکنید، آدم ها ممکنه نماز نخونن، شراب هم بخورن و مست بکنن در ترکیه.
نماز نه، اما روز جمعه رو او باید بره نماز جماعت جمعه رو بخونه مثلا. خیلی فرق داره این با چیزی که به هر حال چیز به نظر من اسلامی در امروز در هیچ کجای دنیا هر کس بگه آقا من میخوام این اسلام رو اجرا بکنم، منظورش اینه که اسلام نظر خودش رو میخواد اجرا بکنه. این نظرش هم بر اساس خانوادهشه، بر اساس علاقشه، بر اساس تعصباتشه، بر اساس آموزش هایی که اینور اونور از یه عده‌ای گرفته. ممکنه ملا باشه تو یه حوزه علمیه، از یه چند تا ملا آموزش گرفته، چند تا کتاب ملاها رو خونده. فرقی نمیتونه افغانستان باشه، پاکستان باشه، ایران باشه، هر جای دنیا باشه، اون آدمی که ادعا میکنه اسلام خالص دست اونه و اون میخواد اسلام خالص رو اجرا بکنه دروغ میگه. من از اینجا همه این آدم ها رو، چه ملا باشه چه اونما باشه، چه ملا باشه چه گریخه باشه، نمیدونم به فارسی چی میگن، همه اونها رو به دروغگویی متهم میکنم، به اینکه منافع شخصی خودشون رو دارن پیگیری میکنن متهم میکنم. سلام علیکم به همه دوستان عزیز، بسیار متشکرم. خب این برای اینکه یکی از دوستان یه ویدیو فرستاده بود و احتمالا نظر من رو خواسته بود، در اون مورد این اسلام رو توضیح دادم که در دنیا اسلام وجود. در این باره مقاله هم نوشتم، شاید 10-12 مقاله در این باره نوشتم و توضیح دادم که اسلام که الان وجود داره اسلام نیست، اسلام های بسیار متفاوت و متضادی هستش که الان اینجا یه مقدار اونو به زبان ساده تری توضیح دادم. خب برگردیم بریم سر کتاب. یکی از اون چیزهایی که مهندسی جهل میکنه اینه که ما ندونیم در گذشته زبان ترکی چه قدرتی داره و چه کتابهایی داشته. ما الان داریم تلاش میکنیم که یک کتابهایی رو، دوستان الان که من دارم، شما من رو در اینستاگرام میبینید یا جاهای دیگر میبینید، دوستان من الان این برنامه به طور زنده از یوتیوب پخش میشه و زنده هست و شما این مانیتور من رو، کامپیوتر من رو میتونید ببینید صفحه‌شو و اون کتابی که من باز میکنم که بخونیم رو مشاهده میکنید. اینستاگرام اینو نشان نمیده متاسفانه، ولی خب اجازه بدید که من از اونجا تلاش میکنم. حالا من اینو فراموش کردم، تلاش میکنم که ببینم میتونم مثلا به طور زنده از تلگرام این رو پخش بکنم. این هم جالب، پس برای اینکه دوستان میتونن از اونجا ببینن. خب دانلود رو بریم و ببینیم که اونجا چی میگذره. خب ما دیروز، نه من به خاطر اینکه سرماخوردگی سختی گرفتم و دیروز نتونستم بیام. الان هم این لوزه هام ورم کرده افتاده تو دهنم، صدام هم خیلی بد هست. دارو خوردم که الان بتونم اینجا بیام. خب در مورد کتاب های در گورگور دیروز در برنامه قبلی صحبت کردیم. دیوان لغت ترک به عنوان یک سفیر ترک ها رفته پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و آدم عاقلی بوده. کتابی که ایشون یا نوشته یا گفته نوشتن، هنوز اون اصل کتاب در دست ما نیست. نمیدونیم روی چه چیزی، با چه چیزی و با چه خطی یا با چه الفبایی نوشته باشه یا گفته باشه نوشته باشه، اینو نمیدونیم. ولی نسخه های متفاوتی که از اون کتاب نوشته شده حدوداً 1000 ساله هست. 3 تا کتاب پیدا کردیم، یکی در آلمان، یکی در واتیکان، یکی هم در ترکمن صحرایی که در اشغال ایران هست. این 3 تا کتابی که تا الان معرفی شده، ممکنه که صدها بلکه هزاران جلد از این کتاب وجود داشته باشه. مثلا اون کتابخونی که در تبت پیدا شد ممکنه چند نسخه هم اونجا باشه، ولی هنوز به بشریت معرفی نشده. یا خونه هایی ممکنه باشه در همین شهرهایی که ما زندگی میکنیم، کتاب هایی باشه که
آدم ها به عنوان کتابی که مثلا خطی بی ارزشه، نمیدونم نمیتونن بخونن، حالا مال پدر بزرگمون، این داختن اونجا خاک داره میخوره، داره از بین میره. ولی اون سه تا که پیدا کردیم حدود 1000 سال عمر دارن هر کدوم اینها. یعنی همزمان این سه کپی که از اون که اصل کتاب وجود داشته، من در جلسه خیلی درش توضیح دادم، همزمان با فردوسی حداقلش این سه کپی در زمان که فردوسی داشته شعر میگفته، اگه درست باشه این فردوسی این کپی های سگانه هم نوشته شده که به دست ما رسیده. گفتیم که فرق بین این و اون چی هست. حالا در همون زمان ببینید جهان ترک چقدر فعال بوده. در همون زمان کتاب لغت نوشته شده به زبان ترکی. اجازه بدید من حالا تلگرام رو هم باز بکنم، برای اینکه اون دوستم در مورد این کتاب جناب آذرباش توضیحات مفصلی داده که اینجا من میتونم اون رو بخونم و ازش استفاده بکنیم. خب دیروز هم یکی از دوستان از من خواستن، با لطف بسیار زیادی، فکر میکنن که من مثلا وقت میتونم بذارم یا دانش من میتونه برسه. متاسفانه فکر میکنم که به هر حال لطف دارن به من، پیشنهاد کردن در مورد تقویم و تاریخ ترک ها صحبت بکنیم، چرا که ما الان در اشغال ترک ها یا در اشغال تاریخ مبدأ تاریخی مسیحی ها هستیم، یا در اشغال یهودی ها هستیم، یا در اشغال پانیرانیستا هستیم، یا در اشغال مسلمان های عرب. حالا از ما میخوان که بیایم و خب احتمالا این کتاب مربوط به لغتنامه بالاتره. الان دوستان اونایی که دارن در یوتیوب میبینن اینو میتونن ببینن که من دارم ورق میزنم این چیز رو، کانال این دوستمون و من رو تا برسیم به اون کتاب دیوان لغات ترک اینجا. خب من فکر کنم که بذارید ببینم اول اینجا برگردیم ببینیم که این دیوان لغات ترک محمود کاشغری هستش. کاشغرلی محمود، شیخ محمود کاشغری، دیوان لغات ترک. این 3 جلد الان اینجا که نشون میده، نمیدونم فکر کنم صفحه 3 هست، بذارید ببینیم. حالا این رو جناب مرحوم دکتر حسین محمدزاده صدیق این رو به فارسی ترجمه کرده. خب در تیر 1383 هم چاپ شده. این برگردانشه، اصلش نیست، یعنی ترجمه هست. حالا مثلا ما بریم اینجا یه مثلا صفحه ببینیم، الان من 538 هستم، ببینیم که باب، من اینو نمیدونم این ترکی بخونم فارسی بخونم نمیدونم، فعالل با هر گونه حرکات در آن. حالا ببینید یعنی چی. این کلمات ترکی رو آورده، توضیحاتی بهش داده به زبان فارسی. اینجا این رو ما می‌بینیم که جناب مرحوم جناب صدیق اومده این رو مثلا اینجا گفته جیدم. من در رابطه با این که زبان ترکی استانداردش چی بوده
توضیح دادم در جلسه، احتمالا در این جلسه هم توضیح میدم. 1000 سال پیش هم قرآن رو مسلمان ها استانداردش کردن، زبان عربی رو. قبل از اون زبان عربی استاندارد نبود، یعنی نوشتن زبان عربی استاندارد نبود، برای اینکه حروف دندانه نداشت، صدا نداشت. شما یه حرف رو مثلا همین اینجا رو نگاه بکنید، من الان دارم اینو جیدم میخونم، جیدم. از کجا اینو جویدم نمیخونم، جیدم نمیخونم، جودن نمیخونم، جادن نمیخونم؟ چرا این مثلا فقط حرف اول رو دارم میگم. حالا دوباره جیدم، جیدم، جیدام، جیدیم، چرا اینجوری نمیخونم؟ برای اینکه زبان استاندارد شده. برای اینکه عرب ها بیان قرآن رو حفظش بکنن و نذارن درش دست برده بشه، تغییرات ایجاد بشه. حالا هر تغییری که اولش بوده کاری ندارم. 1000 سال قبل اومدن گفتن که در اون 400 سال بلایی سرش اومده باشه نیومده باشه باهاش کاری ندارم. اومدن گفتن آقا قرآن برای اینکه از دستبرد انسان ها و غلط خوندن اون، غلط نوشتن اون چیز باشن، به همون شکلی که به ما نقل کردن اونو استانداردش بکنیم. چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا روی هر حرف صدای اون حرف رو میذاریم، هر کسی با توجه به منطقه خودش و زبان خودش و تاریخ خودش اونو نخونه، به همون شکلی بخونه که الان ما داریم مینویسیم، استانداردش میکنیم. اومدن قرآن برای زبان عربی 7 تا علامت طراحی کردن که ما بهش میگیم فتحه، کسره، ضمه، آ، ای، او و ساکن. گفتن ما اینها رو روی کلمات میذاریم، روی حروف میذاریم و صدای اون رو با این اعلام میکنیم. همه هم موافقن، از اون روز تا الان همه موافقن که آقا اینو قرآن رو باید اینجوری خوند. زبان ترکی رو هم از حدود همون 1000 سال پیش، که ترک ها به دست گرفتن خلافت رو از عباسی ها، از همون زمان تا الان زبان ترکی رو هم به همین شکل استانداردش کردن. در نتیجه چون خیلی هم به اسلام وابسته بودند خلفای اسلامی، چون جهان اسلام رو اداره میکردن دیگه، تقریبا میشه گفت که 90% سرزمین هایی که خلفای ترک اداره میکردن جهان اسلام بود. در نتیجه اون سه صدای دیگری که در زبان ترکی وجود داره رو نیاوردن بذارن روی کلمات، روی حروف. اون سه صدا رو روی حروف نذاشتن. اخیراً در 100 سال گذشته یه فعالیت هایی در این مورد صورت گرفته، با حروف لاتین صدا برای این سه صدای دیگر، حرف برای این نشانه بگیم، نه حرف، نشانه یا حرف برای این سه حرف دیگر هم گذاشتن، شده 9 تا 10 تا نشانه در زبان ترکی برای خوندن وجود داره. زبان فارسی رو این استاندارد هنوز نشده. خب این کتاب پس اولیش رو حالا در مورد این کتاب توضیح میدیم. دومی دست نوشته رو میبینید شما اینجا الان صفحه 22 رو خب ببریم بالاتر. من اینو چون قبلا تلاش کردم یه مقدار بخونم، یه توضیحی در این مورد دادم، در مورد این کتاب یه توضیحی دادم، برای همین فکر میکنم که بله من در این مورد که توضیحاتی دادم در قبلا. این بار دوباره یک کتاب کوتاه توضیح میدم. این دست نوشته هست. ببینیم این یه چیزی در این باره میتونیم پیدا بکنیم. دیوان لغاتی ترک کشگاری، حالا کشگاری محمود 466 هجری. لغت، ملت
کتوپانسی، حالا اینجا AAE عرب 4189 319 یکه هرچی هست، اینا دیگه من نمیدونم، اینا ارقامی که این کتاب گذاشته. به هر حال این کتاب در 466 نوشته شده، یعنی اگر دقیق تاریخشو بخوام براتون بگم 980 سال پیش این کتاب نوشته شده. خب این کتاب عرض کردم همزمان با فردوسی نوشته شده، یعنی محمود کاشغری همزمان با فردوسی زندگی میکرده، یه کار علمی انجام داده. این نگاه کن، دو تا تفکر هست. یه تفکری که یه انسانی میاد در مورد احساساتش که بعداً خیلی بهش اضافه شد، اگر فردوسی درست باشه، در اصل اینکه فردوسی وجود داشته خیلی شک است، برای اینکه زبان اون با زبان امروز خیلی فرق نداره، عین همن. زبان تهران نه زبان مثلا خراسان، اصلا زبان خراسان هم در اون مقطع و هم در امروز با زبانی که در تهران رایجه فارسی متفاوته. فارسی تازه خراسان هم دوستان، وقتی ما میگیم خراسان، استان خراسان نیست که الان به 3 تا کردن خراسان شمالی جنوبی رضوی، این نیست. خراسان بزرگ وقتی گفته میشد سرزمین ترک ها رو در بر میگرفت، در اونجا فارسی وجود نداشت. خراسان بزرگ سرزمین ترک هاست، از کابل و اینا گرفته بره بالا. اگر افغانستان امروزی بسیاری از جاهاش ترکن، به خاطر این تأثیر انگلستان و هندوستان که حالا این افغانستان امروزی یه زمانی جزو ممالک ترک میشد، یه زمانی جزو ممالک اشغالی انگلستان میشد و یه زمانی جزو هندوستان میشد. فرهنگش هم بیشتر هندوستانیه. پاکستان هم همینطور. پاکستان که حدود 50 سال از هندوستان جدا شده، مستقل شده، زبانش هم تقریبا با هندی ها خیلی یه جوریه. افغانستان هم که عرض کردم از نظر لباس و پوشاک و عادات و رفتار اجتماعی هم اونها، اسلام هم اگه داشته باشن اسلامشون تحت تاثیر هندی هاست. برای همین گفتم که خیلی متفاوته. اسلام وجود نداره به نظر من امروز اسلام میلیون ها، حتی من میتونم که میلیارد ها اسلام وجود داره. ممکنه 2 میلیارد مسلمان وجود باشه، 2 میلیارد اسلام وجود داره. به هر حال اون در اون خراسانی که امروز میزیست زبانش هم اکثرا ترکی بود، شما نمیتونید بگی که اونجا فارسی بوده، زبان رسمی فارسی داشته. حالا اینها وقتی میگن خراسان، منظورشون همین خراسان امروزی نیست، یه ذره بزرگ میگیرن، اما زبان امروز خراسان رو دارن تحمیل میکنن به اون تاریخ. خب کاری که محمود کاشغری انجام داد این بود که کار علمی بسیار مدرنی رو انجام داد که اومد یک زبان رو مثل زبان ترکی رو نوشت برای اینکه عرب ها بفهمن. به هر حال ترک ها مسلمون شده بودن، خیلی هم مسلمون شده بودن. وقتی هم ترک ها وقتی به یه چیزی اعتقاد داشته باشن، آقا تا پای مرگ پای اون وای میستن. متاسفانه ما که مسلمون شدیم نه تنها تا پای مرگ مسلمون شدیم، بلکه تا پای مرگ براش جنگیدیم و حتی داشته های خودمون رو هم پای اسلام ریختیم، پای خلافت اسلامی ریختیم، اینجوری بهتر بگم، چون که اسلام رو ما دوباره تعریف کردیم. هر کسی، هر حکومتی برای خودش اسلام رو تعریف میکنه بر اساس نیازش، بر اساس شرایطش، بر اساس خواستش، ارادهش و بر اساس چیزی که میخواد بسازه در آینده اسلام رو تعریف میکنه. حالا فرق بین فردوسی و این کاشغری چی هست؟ فردوسی اومده یه احساساتی رو، یه داستانهایی رو که ممکنه واقعیت داشته باشه، من کاری بهش ندارم، ممکنه واقعیت نداشته باشه که اکثریتش هم واقعیت نداره، به شعر کشیده، ولی پاش از زمین کنده شده، تو اوهامه.
پاش روی زمین نیست. حالا اون آدم هایی که فکر میکنن که آقا آتاتورک اومده به سفیر فلان گفته که آقا شما فردوسی داری قدرش رو نمیدونید، یا باید آتاتورک اولا این داستان که کلا از بیخ و بن غلطه. یک رهبر یک کشوری نمیاد پیش یک سفیری که 100 درجه از خودش از نظر سیاسی پایینه بیاد بگه آقا ملت شما فلانه، ملت ما خیلی عقب مونده است. این اصلا عقلی نیست، اصلا سیاسی نیست. عقلی که هیچی، اصلا رفتار سیاسی نیست، جزو عرف دیپلماتیک نیست. یک پانفارس بی سوادی که تو شهر داره میوه میفروشه یا داره یه معلمی که داره تو مدرسه درس میده اینو نمیگه که من زبانم ملتم عقبه. اون وقت رهبر یه مملکت بیاد یه سفیری بگه آقا شما اینجوریه، یا مثلا وزیر معارف مصر بیاد بگه آقا مثلا ما اگه فردوسی داشتیم زبان ما تغییر نمیکرد. حالا در همون زمانی که فردوسی اون گفته میشه اون شعرها رو گفته، یه ترکی اومده گفته آقا کار علمی این، یه کار علمی گذاشته جلوی جامعه، اومده لغات ترکی رو استانداردایزش کرده، علمی کرده. یعنی گفته آقا این رو باید اینجوری بخونید. نگاه بکنید، من الان میرم اینجا، حالا اینجاها، اینجا تا اینجا عربیه، من اینجاهاشو دیگه و کتاب. حالا اینجاها رو چون قبلا توضیح دادم دوباره توضیح ندم. نگاه کنید مثلا اگر اینجا رو من بزرگ بکنم با اجازهتون، شما این صفحه رو میبینید. ببینید روی ا، ر و گ، اولا گ رو با ف جدا کرده. چطور؟ یک نقطه نگذاشته، 2 تا نقطه گذاشته. خب این از این. دوم این که ا رو آ نوشته، روش یه فتحه گذاشته، صدای ا. ر رو نوشته، زیرش یه کسره گذاشته شده ر. ف هم ثابته با یه دایره سیاه تو خالی که نقطه نباشه. فرق نقطه با ساکن چیه؟ یا دایره است یا نیم دایره است که داخلش خالیه. این گفته عرق توجه. حالا این عرق الان میگیم ارخ. در تبریز، در گرداغ میگیم ارخ. در اون زمان این رو علمیش ادبیش چی بوده؟ در اون مقطع تاریخی این آدم این کتاب رو می نوشته عرق بوده. عرق. اگر چیه؟ اگر. صدا رو ببینید، اگر استانداردش کرده. خود نویسنده اومده با مداد قرمز کلمه رو نوشته که این کلمه ترکیه. حالا جلوش چیزم نوشته، عربیش هم نوشته، استانداردش هم کرده، عربی رو هم استاندارد کرده. برای اینکه متوجه بشین که این دقیقاً در زبان عربی ممکنه یک مثلا عرق نوشته عرق، بعد جلوش گذاشته النهر. ممکنه اینو النهور بخونید فرق بشه، جمع میشه. خب النهر بخونید دوباره یه معنی دیگه بده. اومده هم کلمه ترکی رو هم کلمه عربی رو استانداردش کرده. آگر ما الان بهش میگیم آخر. در زبان فارسی شده چی؟ از ترکی رفته به فارسی شده آخر. آگر. عربیش چیه؟ الاستابل. گار یعنی چی؟ یعنی ثلج. گار همین امروز هم ما بهش میگیم گار به معنی برف در زبان فارسی. گرا
ببینید دوباره اینها رو دوستان میتونید اینجا ببینید. من حتی نشونتون، چون قرمز هست دیگه نیازی به این که حتی نشونتون بدم نداره. گرا نوشته الاسودو، سیاه. مثلا اینجا یه چیزی نوشته مثل رقا، جلوش یا پاک شده یا ننوشته معنیشو. یعنی خود کلمه ترکی وجود داره، عربیش نیست. زبان ترکی یه کلمه اینجا نوشته 1 2 3 4، پنجمین کلمه‌ای که نوشته عربی نداره. زبان ترکی از نظر این نشون میده که زبان ترکی از نظر لغت از زبان عربی بیشتره. راگ ششمین کلمه‌ای که نوشته راگه. نوشته که جلوش نوشته حرف تفضیل. حرف تفضیل چیه دوستان؟ در زبان فارسی میگیم که، البته در زبان فارسی خیلی دیگه رایجه، الان دیگه بدترم شده، میگن پدر علم فلان. یعنی اینکه دیگه اصلا زاییده این پدر این علم. راق یعنی اون حرف تعریف، تر، مثلا بهتر، بیشتر، عالیتر، محترمتر، بزرگتر. اون تر که وجود داره، حرف آخری که به کلمه میچسبه و اون رو از یه چیزهایی برتر میکنه، بیشتر، بهتر نشون میده، اون حرفه. میگه راق. ما هم در ترکی میزنم مثلا آغراق، آکراق گرم، حالا در ترکی میگه آکراق، یعنی سفیدتر. اوزونراق، بلندتر. این مثلا اونجاست. ببینید یک فرق بین فردوسی و ترک ها رو حالا میتونید ببینید. عملی بوده، پاش روی زمین بوده، میچسبه به یک کار علمی، به احساسات و هیجانات دامن نمیزده، به اوهام نمیرفته، چون که زمین رو داشته اداره میکرده، میلیون ها انسان رو، سرزمین هاشون و اموالشون رو اداره میکرده. در نتیجه مجبوره که پاش روی زمین باشه، ولی اونی که تو عالم اوهام هست میره در مورد داستانهایی که وجود نداره تاریخ میسازه، برای خودش شعر میسازه. حالا این محمود کاشغری کاری رو که انجام داده، مثلا نگاه کنید، و کذالک من الحروف الحلق الجاء الها والعین الهای والعین فقط قیل اللبوم. اینجا در مورد، حالا ببینید من اگه بتونم این رو بخونم، اومده یه کار علمی انجام داده. اول اومده بعد از اینکه اون مثال ها رو زده، ببینید اون مثال ها رو بالا خوندیم، اومده به زبان ترکی درباره اون قضیه توضیح داده، علمی. قیل الخطوط تدل علی المسیر. حالا در مورد خطوط چی میگن؟ خطوط، خود خط یعنی چی؟ درک این خط چیه؟ الان مثلا میگن خط یک یعنی الفبا، بگیم اینجوری بگیم الفبا یه خطهای کج و معوج یا راستیه که ما کشیدیم و قرارداد اجتماعی گذاشتیم که آقا این خط اگه از بالا به پایین بیاد آ هستش، اگه کلاه داشته باشه بالاش آی بلنده، اگر کلاه نداشته باشه آی کوتاهه، اگر روش یه اینجوری بذاریم میشه ا، اگر زیرش اینو بذاریم میشه ا، اگر بالاش یه مثل واو کوچولو بذاریم میشه او. خب اگر یه آی دیگه یا کنارش قبلش یا بعدش بذاریم میشه مثلا آ، دوباره بلند میشه.
حالا در زبان فارسی مد گذاشتن، در زبان ترکی عربی اینو با آیه امروزه بیشتر با آیه دوم نشون میدن. حالا به هر حال میگن آقا این خطهای کج و معوجی یا راستی که ما میکشیم قرارداد میکنیم که این خط سمبل اون صداییه که از حنجره و دهن ما بیاد بیرون. سمبولیزاسیونه، قرارداد اجتماعیه که میپذیریم، هممون پذیرفتیم، بر اساس اون داریم کتاب مینویسیم، کتاب میخونیم، مجله مینویسیم، مجله میخونیم. خواندن و نوشتن و درک اون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه هممون یه استاندارده که سمبولیزه میکنه اون حروف، اون صدایی که ما در میاریم از حنجرمون رو اونه. وگرنه این حرفی که ما روی کاغذ میکشیم یا روی سنگ میتراشیم یا روی آجر مینویسیم یا روی گل مینویسیم صدا نیست. اون یه خط کج و معوج و راسته. اگر شما 1 سال به اون نگاه بکنید و اگر اون خط رو بلد نباشید بخونید هیچی نمیتونید بفهمید، برای اینکه براتون مفهوم نیست دیگه. اون سمبولیز نمیکنه، اون سمبل نمیکنه که شما چه چیزی رو باید الان بشنوید، درک بکنید. چون وقتی ما این کتاب رو میخونیم حتی عربیشو، با اینکه نفهمیم حداقل صداشو درک میکنیم، ادراک میکنیم. نگاه کنید، ممکنه که الان شما یا من این متن رو بلد نباشیم. نگاه کنید، قیل الخطوط تدل علی المسیر فعل هذا انگاس الرباعی و ما زاد علیه فملت الى هذا الترتیب طلبا. چرا؟ ممکن معنیش اصلا متوجه نشدیم، اما چون بر اساس یه استانداردی سمبل ها رو میدونیم اینو بخونیم ولی معنیشو ندونیم. چرا که با سمبل های که این صدا رو در میاره آشنا هستیم اما نمیتونیم بخونیم. ممکنه که مثلا بریم حتی اردو رو بخونیم یا بریم مثلا نمیدونم حالا مالزی زبانش چی هست، اندونزی زبانش چی هست که زبان اسلامه، اونها مسلمان هستن. شاید مثلا نمیدونم اگه با الفبای عربی بنویسم بریم اونجا بخونیم ولی متوجه نشیم معناشو، ولی سمبل رو میتونیم بخونیم. یا مثلا با حروف انگلیسی میتونیم فرانسوی و آلمانی و روسی اینا رو بخونیم، حتی غلط هم بخونیم. مثلا من اخیراً دیدم دوستان مثلا به آلمانی رو نمیدونن که وی انگلیسی در آلمانی، یعنی اون هفتی که این شکلیه در آلمانی ف هست، همونی که چون در انگلیسی خوندن این وی هست فکر میکنن در آلمانی هم وی هست، در چه وی میخونن، ولی خب اون غلط هم بخونن اونو وی خوندن، برای اینکه این یه سمبل در زبان انگلیسی. خب اول اینو توضیح میده. نگاه کنید داره یه کار انتزاعی میکنه، یه کاری که یه پاش روی زمینه، روی صدای شماست، یه پایش روی درک شماست، شما اینو نمیبینید. خب این کار علمی رو میتونید با فردوسی مقایسه بکنید. فردوسی کجا میتونه یه چنین کاری رو انجام بده؟ حالا داره میاد اینجا توضیح میده که آقا من اینجا که حالا گفتم ارگ، نهر، آگر، آخر، حالا اونجا ارخ، آگر، آخر، گار همین برف، گارا سیاه، رگا گفتیم عربیش نبوده، این عربی از عربی بالاتر بوده برای هم نمی‌نوشته. راق حرف تفصیل. حالا ازوک فکر میکنم که ازخ، امروزه میگیم ازق یا ازخ. حالا ازداد با رزه هستش، فکر میکنم ازدادو، نمیدونم یعنی چی. آگور یا آگوز زه هستش، آگوز. دوباره اینو ننوشته. آگوز احتمال میدم که آغز باشه، یک معنیش این میتونه باشه آغز یعنی دهن، یا اینکه آگوز اون شیری که اولش حیوان که میزاد یه شیری میاد اولش که مثل خامه هست، خیلی چیزش بالاست، density این چسبندگیش بالاست،
رقیق نیست، غلیظه. ها، فارسا نتونستن براش کلمه پیدا بکنن، گفتن که غلیظه. عربی اونم چیز هستش، گوزی. گوزی میشه الحمل، گوسفند، بچه گوسفند البته. گز، جاریه. حالا این 10 کلمه‌ای که اونجا نوشته اینجا رو فقط بخونم. زگی، اونم گفته فارسی عربی معنی نداره، احتمالاً ننوشته. زغ هم که میدونیم ما امروزه تو تبریز میگیم زغ به معنی گل. خب حالا ببینید اینجا یه چیزهایی هم زیر هر کلمه نوشته. مستعمله. نگاه کنید، اینو من اصلا درک نکرده بودم، الان درک کردم. یهو الهام شد به من از طرف خدا، شایدم الهام شد، نمیدونم. ادعای پیغمبری نمی کنم. به این عرق رو نوشته و معنی کرده النهر. زیرش با قلم سیاه نوشته مستعمل، یعنی کاربرد روزانه داره. نگاه بکنید دوستان، کاربرد روزانه داره، یعنی نه تنها معنیشو نوشته بلکه اومده گفته که آقا این متداول در زبان ترکی الان به کار میره یا نمیره. گفته مستعمله. آگر مستعمله یعنی به کار برده میشه. گار مستعمله به کار برده میشه. گارا مستعمله به کار برده میشه. رگا که گفت چیز هست، گفت مهمله. حالا مهمل یعنی چی؟ مثلا در زبان فارسی میگیم که بذارید ببینم یه مثال فارسی یادم نیست، ترکی رو بگیم. آغماغ، البته جلگت نه، مثلا حالا مثالهاش رفت از ذهنم. زبانشناس نیستم دیگه، بالاخره این تخصص میخواد در این زمینه یکی بیاد حرف بزنه، من تخصصم نیست. در نتیجه مثلا میگیم که سیگار میگار، ütü mütü، خطمت. حالا با مت اینو چیز میکنن دیگه، بیشتر با میه. خب این مت یا مثلا اوزون موزون مثلا میگم این موزونی که دوم وجود داره مهمله، بی معنیه. اما این نوشته که این کلمه با اینکه معنی خاصی نداره، مهمله، بی معنی هست، اما وجود داره در زبان ترکی. برای همین معنیشو ننوشته. حالا متوجه شدیم قضیه چیه؟ نه اینکه زبان عربی از زبان عربی ترکی قوی تر بوده یا نبوده، ممکنه اونم باشه، ولی زبان عربی هم مهملاتی داره که زبان ترکی نداره. مثلا در مورد اون راق نوشته که مستعمله. راق امروز هم مستعمله. مستعمله رو نگاه بکنید، الان در زبان ترکی وجود داره با یه مقدار تغییر. آزوق نوشته مستعمله. آگوز مهمله. البته بله مهمل نوشته. دوباره یه کلمه اونجا نوشته که اینجا خالی گذاشته، نمیدونم چیه اونجا. گوزی یا گوزی مستعمله، کاربرد داره. قز جاریه، هنوز مستعمله. زگی میگه مهمله. دوباره دوتا مهمل نوشته. نگاه کنید چند تا مثال زده، با الفبا شروع نکرده، با یک کلماتی شروع کرده، معنی اینها رو گفته و بعد گفته که آقا مستعمله یعنی الان کاربرد داره، تو زبان رایجه، و در آخر مهمل ها رو هم گفته. حالا میخواد توضیح بده که قضیه چیه، یعنی از نظر علمی میخواد اینو برای عرب ها، نه عرب های کوچه و بازار، برای عالمان عرب استانداردیزه بکنه که آقا زبان ترکی چه نوع زبانیه. من اینو میخوام برای شما به زبان عربی توضیح بدم که زبان ترکی چی هست. حالا اینجا میگه در مورد خطوط صحبت میکنه و نمیدونم لم اسبق الیه و تعلیف لم یوقف علیه و ادرجت الاصول به علل اوضحتها. میگه که حالا
ببخشید من اگر از اول صحبت بکنم برای اینکه این چیز شد. قیل الخطوط تدل علی المسیر، این مسیر با اون مسیری که ما میدونیم با صاد نوشته میشه نیست، معنیشو نمیدونم. البته میتونیم، نمیدونم یه چیزیه، ولی میتونیم گوگل بکنیم، گوگل علیه السلام رو پیدا بکنیم، ازش بپرسیم که آقا المسیر به چی معناست. حالا من یه مشکلی دارم، فکر کنم وقتی اینو خاموشش میکنم یه اتفاقی میفته دوستان، اونم این که این چیز خاموش میشه، این چیز برنامه‌ای که داره نیو تب. اوکی اینجا ما معنا انگلیسی عربی نمی نویسه، اجازه بدید پاکش بکنم اینو. ما معنا المسیر. دوستانی که الان منو دارن آنلاین به طور زنده دارن میبینن که من دارم چی می نویسم. گفتم که ما معنا المسیر، ببینیم که چی میگه. گفته که 59,000 تا و بعد مسیر اکثر من 10 ساعات حل الظلام سیره ساری، نه میگه به معنی چیزه، راه، مسافت هست. ما هو المسیر موضوع معنی المسیر فی المعجم العربی، عربی معجم. حالا اجازه بدید رفتیم موجم یکی از اون کتاب‌های لغت قدیمی عربی است، مثل آکسفورد انگلیسی که وجود داره، مثل اون هست. المسیر الجمع، میشه مسیر جمع سیر. ساره هم مصدرشه یا ساره، البته فعله. و بعد مسیر کثیر من الاشرات ساعت حل الظلام، بعد از اینکه یه مدتی راه رفتید اون چیز میاد. خب قیل الخطوط تدل علی المسیر، میگه که خط به اون راهی که باید رفت یا میره دلالت میکنه. فعلا هذا، بنابراین انگاث الرباعی، این حالا باید بریم اونجا دوباره بگیم که آقا این اینگاس یعنی چی. حالا بذار ببینیم کجا من اینو بنویسم. ها اینگاس، من عربی دوستان بلد نیستم، در نتیجه اینجا اظهار فضل نمیتونم بکنم. این خیلی دوست دارم، به نظر من زبان ترکی رو و آثار ترکی رو زمانی میشه فهمید که معنی گاس فی قاموس العربی، گاس الگاسیه، گاسه الجمع، اون با الف با واو و نون و ت، الف ت جمع میشه، قصب میشه به معنی قصا، یعرفه القاسی و دانی البعید و القریب. خب به معنی نزدیک یا دور. حالا یه معنی اینجوری داره میکنه، یقص و قص البطن و تحرک، حرکت. خب اوکی، اینجا میاد میگه که فعل هذا انگاس الرباعی و ما زاد علیه فملت الى هذا الترتیب طلبا للتخفیف و تقصیر التعلیف. و حالا توضیح میده که من اینو یه جوری ترتیب دادم که بتونه با یک تخفیف هایی، با یعنی اونو که میخوام بگم اون نیست و کوتاهی هایی که در نوشتن وجود داره، برزت به تنصیف لم اسبق الیه و تعلیف لم یوقف علیه و ادرجت الاصول به علل اوضاع. میگه حالا من یه اصولی رو توضیح میدم، بر اساس اون توضیحش میدم. یه اصولی رو میاد روی زبان لغت شناسی ترکی میذاره که احتمالاً از لغت شناسی عربی هم کمک میگیره. او اکسیه فیها اقتراحاتها لیکون المؤلف على طریقة مسلا و المصنفی به اقتداء اول و جعلته للمتعاوقین فیه هادیان. حالا من اینا رو دیگه نمیتونم بخونم، خیلی سواد من نرسید آقا، این چیزه. حالا میاد بعد این کتاب رو شرح میده که آقا الفبای ما چی هست، با چه صدایی نوشته میشه. دقت بکنید دوستان،
اومده در این صفحه بعدی نگاه بکنید اینجا رو دوستان، اگه دوستانی که میتونن ببینن این ویدیو رو ببینید. القول فی الحروف التي بنیت علیها اللغات. حالا داره در مورد فلسفه این چیزی که گفتم، خطوط کج و معوج و راستی که سمبولیزم کنه یه صدا رو، میخواد اینو توضیح بده. فی الحروف التي بنیت علیها اللغات، حروف، کلمات بر اساس حروف تشکیل میشه. التي تدور علیها السنة ترک، که زبان ترک، ببینید اینجا ترک می نویسه، زبان ترک به اون دلالت میکنه، یعنی اون حروف و اون کلمات زبان ترکی رو به شما چیز میکنن، به شما میرسونن. حالا اینجا یه چیز قرمزی هم افتاده، به عصرها هی 18 حرفن. جالبه 18 حرفه اینجا، یه به عصرها هستش، چی هستش که با قرمزم روش یه چیزایی نوشته شده متوجه نمیشم. هی 18 حرفن اصلیه، 28 حرف اصلی داره. ترکب منها کتابت ترکیه، که از اونها نوشتن ترکی امکان پذیر میشه. یجمعها هذه این چیه، مقاله هست، چی هست این مقاله، اون رو جمع کرده. اخوکه، مثال احتمالا میزنه، اخوکه لفه سمجه نسقه بزره. این حروف رو داره چیز میکنه، نشون میده. حروف رو اخوکه، الف خ واو که میشه اخوک. من اینجا دارم اخو میکنم، اونجا به معنی اخ نیست، با چیز ویرگول قرمز اینو جدا میکنه، یعنی با کلمه غربی. حرف رو میشه 4 حرف رو اینجا نشون داد. لفه، الف و ف، این رو هم نشون داد. سمجه یا سمج، این سین میم ج رو نشون داد. نزق، نزق، دوباره 3 حرف دیگر رو نشون داد. بزره با دالزه، در زبان ترکی نبوده ولی گفته که هست، احتمالا در اون مکتب بوده باشه، نمیدونم. شتیه، ش ت ی الف، الف اونجا هم بوده، حالا اینجا هم چرا آورده؟ فقط به خاطر اینکه یه وزنی بده به این که تو ذهن بمونه. فتکتب، دوباره این رو هم اینجا بردم. مقطعا تا حالا علا هذه الصوت، اومده حروف عربی رو نوشته. نگاه بکنید در اون مقطع تاریخی، دوستانی که میخوان این کتاب رو ببینن، دوستان دقت بکنید. ما در صدر اسلام الفبا مشخص نیست. گفتیم که الفبا خیلی ساده است در صدر اسلام. اگر حضرت محمد فرموده باشن و اصحاب قرآن رو نوشته باشن، یه استانداردی بوده، استاندارد بسیار اولیه، خیلی اولیه بوده. حروف دندانه نداشته، نقطه نداشته، بین خ چه که نه، بین خ ه تفاوتی نبوده، بین دال و زال تفاوتی نبوده، بین ذات و تا و تای دو نقطه و اینا تفاوت نبوده. حالا اینجا اومده اون حرف رو نوشته. جالبه، این کار علمی، کار علمی اینه. نگاه کنید، اول بالا با خط سیاه عربی چجوری می نوشته اون صداها حروف رو، اون رو نوشته. مثلا میم یه چیزی نوشته خط طولانی منتها، مثلا انگار میم نوشته منتها م سر میم رو نوشته خط بلند، زیرش نوشته این حرف الف بوده. ف رو نوشته مثل خ، مثل ه هست، اون که مثلا آخر نه، ه وسط یا ه اول، ه حسن که اول بیاد، مثل اون نوشته بدون نقطه. گفته زیرش نقطه با قرمز نوشته که ف.
حالا این چی رو نشون میده دوستان؟ من یه چیزی متوجه میشم، نمیدونم درسته یا نه. فکر میکنم این آدم داره میگه که نقطه گذاری و حروف نویسی مال ترکاست، یعنی دندانه و نقطه و این حروف رو کاملا مشخص بکنن مال ترکاست. من فکر میکنم. حالا من اینو یه ذره خیلی بزرگ میکنم تا دوستان اگه خواستن اینو بهتر ببینن. نگاه کنید دوستان، من اینجا این صفحه، اول صفحه ببینید اینجا آ رو شکلی عرب چه شکلی می نوشته. این آدم ترک گفته آقا ما اینو اینجوری استاندارد کردیم، در زبان ترک ما اینجوریه. ف رو با علب ها اینجوری با مثل حسن، هی حسن اولیه می نوشتن، این گفته اینجوری. م رو مثل مد نوشته، عرب ها می نوشتن خ رو، این گفته نه ما خ رو با اینجوری می نویسیم. نگاه کنید تمامی حروف رو اینجا عرب ها به یه شکلی می نوشتن، ما به یه شکلی ممکنم هست این اون سیاه ها مال عربی نباشه. علاوه سوره حالا باید دید ممکنه مثلا مال یه زبان دیگری باشه، من نمیدونم، ولی این رو اومده گفته آقا در زبان ترکی ما این رو به الف رو اینجوری می نویسیم، ف رو اینجوری، خ واو و دال و فا و ز و قاف و کاف و این یه هستش فکر می‌کنم، یا این یه هست این کافه، نمیدونم. دال ز رو اینجوری می نویسیم، میم رو هم اینجوری می نویسیم، نون رو اینجوری می نویسیم، سین رو، این عربیه، قطعا عربیه، قطعا اون سیاها عربیه. یه مقدار اون قرآن های اولیه یادمه که من عکساشو می دیدیم. میتونم الان مثلا دوباره اینجا بریم یه صفحه جدید باز بکنیم، من بنویسم تصویر قرآن های اولیه، قرآن در قرن اول هجری. این هم درشو بذاریم فی بکنیم که عربی باشه. تصویر القرآن فی اوله. حالا بذار ببین اینجا ایمیج داره باید بیاره. نگاه کنید دوستان، من الان این تصویر رو از قرآن به شما نشون میدم. نگاه کنید این تصویره. حالا اگه من بتونم اینها رو کنار هم بذارم خیلی عالی میشه. نمیدونم چرا من نمیتونم اینو. حالا به هر حال فقط چند تا رو نگاه کنید. اینجا حروف رو ببینید با حروفی که در اینجا هست مقایسه بکنید، عربیه. حالا بذارید ببینیم بقیهش چی میگه. و نظیر هذه الحروف فی العربیه، میگه که این حروف هم در عربی هم هست. A B الف ب ت الف با تا سا و سبعت حروف آخر، و میگه که در عربی این حروف هست ببینید و سبعت احرف آخرن و 7 حرف دیگر هم هست فرعیه لا اذکرها لها فی الخط و اللغات لا تنفک عنها. میگه که من اینجا اونها رو نمیارم و در لغاتم نمیگم. احتمال میدم که نمیتونم احتمالی رو که نظرم اومد نگم. و هی الیاء اصلی سلبیه، میگه که یک یاء سلبی وجود داره، من نمیدونم این چیه. و جیم العربیه، و یک جیم عربی وجود داره. و هی غریزتون فی هذه اللغت و زای. حالا میگه که اون غریزتون فی هذه اللغه، اون در این لغت چیه نمیدونم. و زای اینم ز با چیز المتولده بین مخرجه زای و شین، یه حرفی هستش که ز هستش که این بین شین و ز هستش، پس بین حرف شین میشه چی؟ مثلا یه جوری بگیم حالا و الفاء العربیه و العین المعجمه، اینا رو داره. ببینید داره یه کار زبانشناسی میکنه. زبانشناسی که الان ممکنه در دانشگاه ها بخونن، ایشون در 1000 سال پیش 980 سال پیش داره توضیح میده
فرق بین زبان ترکی و فارسی و اینکه این حرف در زبان عربی به چه شکلی، در زبان ترکی به چه شکلی میاد، اینها رو والکاف المتولد بین مخرج الکاف و الکاف، یک کافی وجود داره که بین قاف مثل غلام گلو، مثل گلو و کاف، بین این دوتاست. والکاف الغنه، یک کاف غنه هم وجود داره، المتولدت بین الغین و القاف و النون و القاف، فهذا هذا الحرف الاصعب للنطق لغیر ترک. میگه این یه حرفیه که غیر ترک ها نمیتونن اینو بگن، سخت ترین. حالا این پس داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد زبان ترکی، حروف زبان ترکی صحبت میکنه که حتی عرب هم نمیتونن اینو بگن. برای همین میگه که بین شین و فلان هستش، بین فلان و فلان هستش. پس داره در مورد صداهای الفبای ترکی داره صحبت میکنه که غیر ترک ها براشون خیلی سخته بگن. نگاه کنید چقدر این کتاب علمی داره برخورد میکنه. و یکتبو هذا الاحرف الفرعیه علی صیغه الحروف الاصلیه. میگه که ما اینها رو ببینید. پس من اونجا که گفتم امپراتوران ترک، خلفای ترک وقتی اومدن حاکمیت رو به دست گرفتن، برای اینکه زبان ترکی از زبان عربی عقب نمونه و خلیفه متهم نشه که به یک زبان و ملتی تعلق داره که از زبان عربی ضعیف تره و در نتیجه حق آقایی و سروری برای کسایی که زبانشون قدرتمنده نداره، اومدن روش کار کردن. نگاه میکنید اومده کاملا روی زبان عربی ترکی کار کرده، به زبان عربی داره توضیح میده که اینجا یه حروفی هستش که بین غین و قافه، بین نون و قافه، بین شین و زا هستش و اینا شما نمیتونید اینها رو بگید یا خیلی سخته. منتها این حروف فرعیه هستش علی صیغه الحروف الاصلیه لکنها تنگتو فیعرف، لکن من برای اونها نقطه گذاشتم. نگاه کنید استانداردایزش میکنه. من برای اونها نقطه گذاشتم فیعرفه، تا اون حروف رو بفهمید. نگاه کنید مثلا در اینجا شما ببینید من اون عربی رو نشون دادم، هم قرآن رو نشون دادم، اینجا تصویر قرآن رو نشون دادم. نگاه کنید هم تصویر قرآن رو نشون دادم، اینجا اینو هم ببندم که خیلی کم باشه. هم تصویر قرآن رو نشون دادم و هم این لغات اینجا رو نشون دادم و این حرف ها رو نشون دادم. این میگه آقا این که میبینید من نقطه گذاشتم بالا و زیرش و اینها برای اینه که زبان ترکیه. پس ببینید اینی که بعضیا میگن آقا جچپش این مال زبان فارسی هست، دروغگویانی بیش نیستن. برای که این آدم اینجا داره توضیح میده یه حرفی داریم که 4 تا رو گفت دیگه. من الان اگه برگردم بشمرم احتمالاً همون چه و همون پ و همون ژ و همون جچ پس ج و چه ج پ ژ چه، خب همین 4 تا رو احتمالاً داره میگه. یعنی داره میگه که آقا من اونها رو چیکار کردم؟ استانداردایزش کردم که عرب ها بتونن اون 4 حرف رو بخونن، چون این 4 حرف داره. حالا لکن ناتون و تعرف بها ولا توجد فی اللغات ترکی به اسرها الساء و كذلك. میگه حالا در زبان ترکی مثلا این ساء 3 نقطه دار مثل ت باشه 3 تا نقطه داشته باشه، میگه نداریم. و ذاک من الحروف الاطباق التاء و الضاء و الثاء و الزاد بكذلك من الحروف الحلق الجاء والحاء والعين فقط قیل نگاه کنید ما اینو بارها گفتیم، خود من حداقل بارها اینو گفتم که حروف عربی و صداهای عربی توانایی بیان، یعنی بیان که نه، سمبولیزی کردن حروف و صداهایی که از زبان ترک میاد رو نداره.
در این حال یه صداها و یه حروف وجود داره در زبان عربی که در زبان ترکی وجود نداره. ما نمیتونیم اون رو به اون شکلی که عرب ها میگن بگیم. داره اینجا میگه که همونطور که سا 3 نقطه در زبان عربی وجود داره و ترکی وجود نداره، که بهش میگه حروف اطباق. نمیدونم یعنی حالا چی مطابقت میکنیم دیگه، یعنی اون ما به هر حال میپذیریم که عرب ها دارن اونو. میگه مثل تا هستش، تای دسته‌دار، زای دسته‌داره، صاد صابون هستش، زاد همون صادی صابونی که با ز نوشته میشه مثل زد. و کذالک من الحروف الحلق، میگه که حروف حلقی هم وجود داره که در حلق خیلی غلیظ گفته میشه، ترکا اینو نمیتونن بگن. مثل چی؟ الحاء حسن والحاء هدایت والعین، مثلا چی؟ عین، مثل عیناله عیناله داره، مثلا اینو عیناله. فقط قیل اللیوم البوم اوهوی. حالا اینجا نمیدونم این قیل البوم یعنی چی، اوهوی، الا ان صمیم اللغتی اوکی. حالا نگاه کنید، اوکی من نمیدونم، شاید اوکی از اینجا رفته باشه، من نمیدونم. بالکافی لغتون گفجاق و یقالو للزند جه لغتون که کبجال یا چبجاک رکیک و یقالو الرمد اخ و هذا ایزن لیس بسمیم. حالا من اینها رو ببینید، تخصصیه. زبان عربی اینجا علم خودش تخصصیه، زبان عربی تخصصیه و من زبان عربی هم نمیدونم، یعنی میدونم یه ذره ولی به این نمیرسه، این تخصصه. باید رفت این رو یه جایی یاد گرفت تا بشه این رو مثلا بیای تو حالا بذارید ببینم اینو من میتونم از جناب، حالا بذارید اینجا من یه کلمه ترک دیگم، بذارید ببینیم این چی میگه. ببینید بعضیا میگن که آقا ترک وجود نداشته و از این حرفا. حالا نگاه کنید ببینید اینجا چی میگه. حالا کما یقال فی دعا البازی تاح صاح و فی دعا الفلو گره فاما گره فاما این یکونو کلاما محواتا فلا فقط یوجد الهاء فی کلام ختن لانه من نتیجة الهند و فی کلام کنجاک کذالک لانه لیس به ترکی. حالا میگه که بعضی از کلماتی که اینجا وجود داره این هندیه، مثل کنجاک که میگه در ترکی نیست، این از هند اومده. لانه لیس به ترکی فاذا احتج الیه کتبه السا. میگه آها نگاه کنید، من یه قاعده رو قبلا بهتون گفته بودم، عرض کرده بودم که در زبان ترکی و فارسی هم چون فارسی قاعده هنوز نداره، با آنکه 100 ساله دارن تلاش میکنن قواعد دستوری بسازن، هنوز تکمیل نتونستن بکنن. ولی در زبان ترکی اینو مهندسی کردن و دستور زبان ترکی رو خیلی خوب نوشتن. گفته آقا اگر ما یک کلمه‌ای از زبان دیگر مثل عربی بیاد تطابق میکنیم، یعنی هر چه اون نوشته عین همونو مینویسیم. کلمه چون عربیه، ما زبان عربی رو از کلمه هر چه کلمه بیاد اونو مینویسیم. اما اگر از یک زبان دیگری مثل چینی و هندی و هر زبان دیگری یک کلمه وارد زبان ترکی بشه، برای اینکه اون بازشناسی بشه که این کلمه ترکی نیست و عربی نیست، چون عرب ها اونو نمیفهمن، حالا از اون ما اون رو
با ت دسته‌دار، با سه نقطه، با مثلا اگه صدای ز داره با ز دسته‌دار و اینا می نویسیم. متوجه؟ برای اینکه متفاوت بکنیم که این لغت ترکی نیست، عربی هم نیست. متوجه شدید الان چیه قضیه؟ این اومده یه قانونی. حالا فارسی رو هم همین جوری، مثلا در زبان فارسی تا 40 سال پیش، کمتر، شاید 35-40 سال پیش، 50 سال پیش بگیم، شاید بیشتر، یا یادم نیست، تهران با ت دو نقطه نوشته نمیشد، با ت دسته‌دار نوشته میشد. برای چی؟ برای اینکه بگن این کلمه فارسی نیست. حالا چی از ترکیه؟ خب حالا كذلك لأنه ليس بتركي فإذا احتج إلى كتبه الساء تكتب على صورة الضاکه. حالا میگه که کنجاکه رو ما می نویسیم چی؟ زاکه، اینجوری می نویسیم از ترکیه. و تنگتو علیها و كذلك الضاد، میگه که ما نقطهش رو میذاریم و مثل بقیهش هم زادم همینطور تکتبو که ضاکه و تنگتو و ساد تکتبو که سین، مثل ساد رو هم مثل سین می نویسیم و تنگتو فاما الجاء والعین الی آخر. داره توضیح میده که ما با زبان عربی، حروف عربی در زبان فارسی چیکار میکنیم. حالا بذارید ببینیم. فمجموع الحروف تکتبو علی هذه صورت اذا جمعته، میگه مجموع حروف رو اینجا قرمز نوشته. بذارید بزرگش بکنم دوستان، اینو با هم ببینیم که چه بلای سر مجموع حروف عربی اینه. قرمزا، این قرمزها هاد الحروف صورتو اذا جمعت، وقتی که جمع بشن تمامی حروف با هم بچسبونیم این میشه 1 2 3. قدیم رایج بوده، وقتی تو حتی من یادم مکتب خونه های قدیم که میرفتن مثلا قرآن بخونن اینجوری بود، حروف رو 4 تا 4 تا 3 تا 3 تا به هم میچسبوندن تا بچه ها اینو راحت یاد بگیرن، مثل شعر باشه. الاصل في كتبة هذه الخطوط هذه الخط ان كل فتحة تفترق الفا في الكتبة من غير ان يكون لها اصل في اللغة و كل ضمة تجترح واوا في السطر من. حالا خیلی تخصصیه عزیزان، خیلی تخصصیه این کتاب و از توانایی من خیلی خارجه. حالا اگر بخوایم اینو بفهمیم، ببینید این عربیشه، اگه بخوایم بفهمیم باید بریم کتاب ترجمه مرحوم دکتر صدیق رو باز بکنیم. حالا من برمیگردم اینجا، ببینیم اونجا صفحه چند بود، من تقریبا برم اونجا این رو بذارید ببینیم. این مثلا بذاریم اینجا، فرض بکنیم اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه، بذارید ببینیم اونجا مرحوم دکتر صدیق اینو چی کار کرده. این مرحوم دکتر صدیق اول اومده، خب الان زمان فرق شده، کاغذ ارزونه، نوشتن راحت، کامپیوتر و اینا، یا حتی قدیم یه ذره قدیم‌تر، یه 100 سال قبل مثلا تایپ رایتر بود، یعنی این ماشین هایی که یه نفر صحبت میکرد یا خودش با اینجوری میرفت حروف روی کاغذ نوشته میشد. اینا حروف نوشته نمیشد بلکه چسب میزد، رنگ رو میچسبون به کاغذ. اینجا اومده این کارو کرده. حالا بذارید ببینیم اینجا میتونم پیدا بکنم اون صفحه‌ای که برگردان به آلمانی، برگردان معلم رفعت به. حالا این به زبان فارسی اینو جناب چیز تبدیل کرده، خیلی عربیش قدرتمند بوده، اومده این رو جناب صدیق، مرحوم صدیق اومده این رو از عربی به فارسی ترجمه کرده. واژه‌نامه الفبایی برگردان به ترکی ازبکی، برگردان به ترکی ایغوری، برگردان به انگلیسی، برگردان به ترکی قفقازی، انتحال و تنظیم اسم گونه ها در فارسی. حالا اینجا یک چیزایی رو داره توضیح میده. انتشار نسخه خطی، ویژه‌نامه ساواتسکایا ترکولوژیا،
ویژه‌نامه مجله ترک دیلی، پژوهشنامه جهان ترک سده 11 از دیدگاه محمود کاشغری، مجموعه مقالات کنگره جهان، اینا رو آورده در موردش توضیح میده. پدید آورنده، خاندان و زاد و مرگ، زمان و تألیف، زاد و بوم، مزار کاشغری، داره در مورد خودش علت جواهر النحو فی اللغات ترک این چی هست. این یک کتاب آثار کاشغری رو داره صحبت میکنه. ببین کاشغری تنها این کتاب رو نداشته ظاهرا. بریم صفحه 44، بریم صفحه 44 اینهاش، بذاریم ببینیم چی میگه. اینجا رو بخونیم. آثار کاشغری به دقایق قواعد صرف و نحو عربی تسلطی استادانه و ماهر داشت و خود از تأثیرگذاران در گسترش مکتب نحو بصره در آن روزگار به شمار میرفت و در همانندسازی به کتاب العین اثر خلیل ابن احمد الفراهیدی متوفای 80 هجری اثر مهمی با عنوان جواهر النحو فی اللغات ترک داره. یعنی این عالم بزرگ زباندان بوده، زبان شناس بوده، اومده یک کتاب دیگر به نام جواهر النحو فی اللغات ترک، جواهر دستوری، درها و جواهرات قواعد دستوری زبان ترکی تصنیف کرده است و در دیوان اللغات ترک اشاره میکنه که مباحث نحو و قواعد اعراب و اعلال لسان ترکی را در آن کتاب جواهر النحو مشروح آورده است و از این رو از تکرار قواعد جمع، مفرد، تعدیل، تصغیر و جز آن در دیوان خودداری میکند. میگه که قبلا من یک کتابی نوشتم، در این کتاب میگه که در اون قواعد زبان ترکی رو نشون دادم که چجوری قواعد جمع چی هست در زبان ترکی، مفرد چیه، جمع چیه، تعدیل چیه. یعنی حالا من خودم هم نمیدونم تعدیل یعنی چی در زبان ترکی، تصغیر یعنی چی، اینو میدونم. یعنی که مثلا در زبان فارسی وجود داره، حالا اینجا مثلا میگیم که küçük که میاد مثلا زک، مثلا میگیم uşakcık، almacık، ne bileyim şehircik، adamcık داره تحقیق میکنه و جز آن در دیوان خودداری میکنه. این اثر تاکنون به جهان علم مکشوف نشده. مدام این که اون کتاب جواهر النحو رو هنوز نتونستیم به دست بیاریم، هنوز در یه جایی در یه کتابخونه داره خاک میخوره. نگاه کنید. ولی در این کتاب دربارش توضیح داده. با توجه به اینکه کتاب العین کی بود؟ گفتیم که العین، کتاب العین مال یه عربه که 80 سال بعد از حضرت محمد، بعد از سال 80 هجرت حضرت محمد این آدم فوت کرده، یعنی خیلی نزدیک به حضرت محمد بوده. با توجه به این که کتاب العین خلیل ابن احمد ساختار خاصی دارد، بدین گونه که در آن لغات بر اساس حروف الفبا آورده نشده و بلکه از حرف عین شروع شده و مؤلف لغات را بر مبنای تخریج آنها تقسیم بندی کرده. تخریج دوستان، حروف از کجای این اندامهای صوتی ما که از اینجا هست تا اینجا و حتی عرب ها اینجا هم دارن، میگه مخرج یک حرف از کجا هست، یعنی از اونجایی که این حرف میاد بیرون اونجا کجا هست. بر اساس اون اومده حروف رو مثلا گفته، فرض بکنید ل مثلا اینجا، لام از اینجاست، مثلا نمیدونم غ اینجای گردنه مثلا، خب حنجره. این مثلا اومده بر اساس این حروف رو دسته بندی کرده و کتاب رو نوشته، ولی ایشون اومده بر اساس حالا باید گفت جواهر النحو کاشغری نیست، سازه بندی خاصی داشته است که فعلا ما از آن بی اطلاع هستیم. دیوان اللغات ترک هم که گفته، همان گونه که گفتیم دیوان را ما نخستین واژه‌نامه در سمت و سوی تدوین کلیاتی از ترکی پژوهی و با سابقه فرهنگ نامه‌ای ارزیابی می‌کنیم که کاشغری با تحریزی عجیب و سخت باوری مخزن واژگان ترکی را طبق قواعد صرف زبان عربی در سیستمی بهنجار و بسامان و با شرح ظرافت و دقایق فرهنگ ترکی و نمونه‌های ادبیات شفاهی
سازه بندی کرده است. منم اونجا گفتم که این همین حرفا رو بدون اینکه خونده باشم حالا علت تعریفش هم بخونیم و بعد برگردیم سر اون کتاب. البته من میتونیم بریم ببینیم که سازه بندی، ببینیم اصل مطلب رو کی میرسیم. عنوان کتاب لغات ترک هستش. اینجا منبع مورد وثوق کجا هست؟ اسناد انتابی، نخستین اثری که از دیوان لغات ترک سخن گفته باشد و فعلا از آن آگاهی داریم کتاب عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان. یک کتابی به این اسم عقد الجمان فی تاریخ الزمان اهل الزمان، یک کتابی نویسندش هم بدرالدین محمود ابن موسی ابن العینتابی هستش که معروف به عینی هستش، که فکر کنم همون آدمی که الان گفتیم که یک کتاب عینی هم داره، حالا ممکنه اون حالا ما نباشه. در کتاب اون اسم کتاب این لغات ترک اومده. از اونجا میفهمیدیم که این کتاب وجود داره به زبان ترکی عربی هست، اما داره در مورد دستور زبان ترکی و ترکی داره توضیح میده. ضرب المثال های ترکی، فرهنگ ترکی، تاریخ ترکی رو، حکومت های ترکی رو داره یکی یکی اونجا تشریح میکنه، توضیح میده. ضرب المثل ها رو، سخن های، حالا خیلی چیزا رو داره اونجا توضیح میده. میگه که ما این کتاب دستمون نبود، نمیدونستیم، اما با استناد به این کتابی که این عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان، با توجه استنادم به این کتاب میگفتیم که کتابی وجود داره به این نام، ولی تا اینکه پیدا شد 3 نسخه ازش پیدا شد و ما همین گونه وی در کتاب فی سیر الملک الظاهر التتار، حالا یک کتابی هست در مورد تاتارها که در اونجا هم و نیز در کتاب فی سیر الملک المؤید شیخ المحمودی، یک کتابی هست در مورد زندگی ملک مؤید شیخ محمودی که در اونجا هم بارها به دیوان لغات ترک به عنوان منبعی مورد وثوق استناد میکنند. دوباره اینجا هم بوده. حالا میاد اینجا دیگه کتاب‌های مربوط به این رو که از کجا اومده اینجا رو میگه، گویش شناسی میکنه که اینجا چیه. از 200 سال پیش به این سوی خانواده‌های زبان ترکی اورال آلتای به جهان علم شناسایی شده است. در آن سالها وقتی روس‌ها به اشغال سرزمین‌های سوئد می‌پردازند، امپراتور سوئد از دولت عثمانی برای دفع تجاوز روس‌ها کمک طلب می‌کند. پس از جنگ پولتوا روابط این دو کشور با دولت عثمانی گسترش می‌یابد و فعالیت‌های ترکی پژوهی در آنجا شتاب می‌گیرد. در میان نام‌های ترکی پژوهان آن عصر به 3 نام مهم فیلیپ تابرت، استراهلنبرگ و مستر شمیت برمیخوریم. در این میان فیلیپ تابرت پیرامون زبانهای اقوام سیبری تحقیق می‌کند و مستر شمیت در سال 1730 بخشی از متون کتیبه‌های ترکی باستان موجود در سواحل بنی سی را منتشر می‌سازد و در همان سال استراهلنبرگ در استکهلم کتاب معروف خود به نام درنارد اوند Östliche Tille von Europa und Asia رو چاپ میکنه، منتشر داد. حالا بریم. میخواستم ببینم که رساله دکترای خود رو چه کسی رساله خود دکترا در مورد دکترای چیز گذاشته. اینم که اونه. اینجا میاد خیلی کتاب جالبیه این. در اصل میشه گفت من میتونم بگم که جناب دکتر صدیق یک کتاب جدیدی رو با توضیحات خیلی مفصلی نوشته. بذار ببینیم این چی هست. میگه که یواش یواش، من فکر کنم خیلی وقت دارم اینو صحبت میکنم، یواش خطش بکنم. بذارید برگردیم اون یکی رو هم ببینیم. من میخواستم به متن کتاب برسیم. یه جایی ترکیه اوروی دوران باردیوان تویوق در دیوان لغات ترک به همه تقریه ها. خب بذار اینجاهای توضیحات بیشتری داره میده در مورد زبان ترکی، غالب 5 هجایی با تقدیر. حالا اینجاها داره در مورد شعر پژوهی چیز صحبت میکنه که چی هستن هجاها رو داره میگه که من اینها رو نمیفهمم.
toyuk quyğuşub yatsa anın yüzünge alsıgar ökün anın sözünden. این لهجه اویغور هست. قویغشوب یاتسا آنین yüzünge اگه جمع شده و بخوابه روی اون yüzünge یعنی آنین yüzünge یعنی بر روی صورتش alsgar ökün آنین sözünden از حرف اون سیگار یعنی sıkmak الان میگیم sıkmak سیگار فشار میده evin آنین sözünden یعنی خونه رو حرف اون سخن اون چیز میکنه تنگ میکنه منین کشی یلغی bölüp yüzüne bir geler özün anın gözünden. من اینو کاملا متوجه میشم با اینکه چیزه. البته علت این که کاملا متوجه میشم اینه که یه دوستی داریم خدا حفظش بکنه جناب رحیم عزیز عرب یاد بکنیم ازش. یه مدتی در تبریز اومد از آمریکا برگشته بود تبریز اونجا در دانشگاه آزاد هم در دانشگاه آزاد بود یا دانشگاه هم آزاد هم دانشگاه این چی هستش در دانشگاه یه چیزی از نهاد وابسته به خامنه‌ای در اونجا درس میداد زبان ترکی رو درس میداد و اون الان متخصص شده در این خوندن این اویغور و اینها رو خبرهاشون و موسیقی‌هاشون رو برای من میفرسته هر روز. فیسبوک اگه دوستان برن ببینن ایشون میفرسته اونجا میتونید با این صدا یه مقدارشی به اویغوری گوش بکنید صدا گوشتون عادت میکنه و بعد از مثلا یکی دو مثلا 10 تا ویدیو گوش بکنید یا 10 ساعت وقت بذارید اویغوری رو تقریبا متوجه میشید. من 10 ساعت گوش ندادم راستش بخواید مثلا من روی هم رفته شاید 1 ساعت گوش داده باشم. برای همین یه مقدار این زبان برام آشنا هست. شکل منظومه و وزن آن بایاتی ها و گشمه های بازپسین آذربایجان رو به یاد می آورد. خب حالا داره از اونجا بایاتی ها و گشمه هایی که در خود کتاب هستش اونها رو داره در میاره اینجا نشون میده به ما که در داخل خود کتاب مرحوم کاشغری وجود داره. ضرب المثل شناسی هاشو 264 تا ضرب المثل داشته در این کتاب. تعداد ضرب المثل های موارد را به 290 تا هم رسانیده اند. محققانی گفتن که اینجوریه. تعداد ضرب المثل های دیوان رو تا 250 ضرب المثل پایین آوردن. بعضی هم گفتن نه آقا ضرب المثل نیستیم مثلا. یعنی بین اون در جملات کلماتی رو به کار برده که بعضی ها میگن این ضرب المثله بعضی ها میگن ضرب المثل نیست. اینو خواست بگه که این هم یک جنگ علمی هستش و تاریخ شناسی در این حال تاریخ شناسی زبان شناسی خیلی چیز هست. اهمیت زبان فارسی رو اینجا در موردش یه چیزایی رو گفته که نقل اسامی خاص در دیوان نزدیک 110 اسم خاص اومده در همین کتاب. اسم خاص یعنی اسم آدم، زمین، رود، کوه، کشور، حکومت اینها اومده. اسامی ترکی الاصل، اسامی فارسی الاصل، اسامی عربی الاصل. به جز تعداد انگشت شمار اسم فارسی الاصل 20% از آنها عربی اصلند و بقیه ترکی. یعنی یه تعدادی 5 تا 6 تا 10 تا زبان اسم فارسی داره در داخل این چیز. 20% اسم‌هایی که وجود داره عربی هستن و بقیه یعنی بگیم که 70% ترکی هستن. اسمای عربی اصل عبارتن چیا؟ اینا هستن: نوح، ابراهیم. اینا هم عربی نیستن، نمیدونم چرا گفته عربی. نوح، ابراهیم، اسحاق، عیسی، یافت، فگاج، حسین، ثابت، سلیم و جزان و یه چیزا. ولی مثلا نوح، ابراهیم، اسحاق، عیسی، یافت، فگاج اینها فکر میکنم که عبری هستن، یهودی. اما نام‌هایی که در ریشه ترکی دارند رو به گونه زیر تقسیم بندی کرده. نام‌های ترکی که در کتاب لغات ترک اومده، برخی از نام‌ها حیوانات اخذ شدند. بسیاری از این حیوانات در روزگاران گذشته میان ترکان به صورت نمادین، توتموار و انگون مورد احترام و ستایش بودند. مانند چی؟ ترومتای اسب ناآرام.
چاغرı شاهین، چاغرı. تغرل پرنده چابک، تغرل، تغرل، تغرل. رل. یغان فیل، به فیل نمی گفتیم فیل، یغان می گفتیم. تونگا ببر. قاپلان پلنگ. ارسلان شیر. برخی اسامی ترکی اصل ریشه های قومی و یا اصطلاحات خویشاوندی دارند، مانند گوموک که از نام تیره ترک به همین نام و یا گانlı که من دیروز در این مورد گفتم که گانlı به دو تا معنی هست. اینجا میگه که گانlı از این طایفه است. اونجا من در مورد کتاب ددگورگود که داشتیم صحبت میکردیم اونجا چند تا اسم بود، یعنی چند تا فصل کتاب با گانlı شروع میشد، یعنی اسم قهرمانان گانlı بود. پس گانlı یک طایفه است که اونجا اومده. نام تیره از اوغوزان. تکیش، تکیش، تکیش که از نام تکد، یعنی تکه. البته اینجا نمیدونم چرا تک نوشته، تکه نام یکی دیگر از تیره اوغوزان است. تکه در این حال دوستان، تکه به بز جوان هم گفته میشه، بز نر جوان. برخی نام‌های دیگر ویژگی‌های نظیر جوانمردی و دلاوری را می‌رسانند، مانند آلپ، آلپ آیا به معنای بهترین دلاور. گل، کل بیلگخان. البته این کل این نوشته ولی اینجا گل گذاشته، گل. گل بیلگه در معنای ژرف، خرد، چون دریا. بیلگه بیگه، بیلگه بی، بیلگه بی. اینانج بی. حالا اینجا بیگ نوشته برای اینکه در زبان فارسی اینجا به گ افتاده دیگه، ولی ما در زبان ترکی بی میگیم، بیگ نمیگیم. در لوریه و جاهای دیگه که از زبان ترکی دارن استفاده میکنن برای اینکه راحت باشه بر زبانشون یه گ گذاشتن آخرش. اینانج بی یا یارلاق سارق، یارلاق سارق. برخی نام‌ها ناشی از حوادث و خیزاب‌های اجتماعی هستند، مانند چی؟ گارشوت، آشته، گارشوت. توگش، توگش، گیش نیست اینم، گ، گ. این در فارسی نداره. توگش به معنی توگشماخ، جنگ. سونگوش، سونگوش احتمالا به معنای اینجا گفته دعوا. این ببینید این سونگوش رو نگاه کنید، این مرحوم صدیق اینجا سونگوش گذاشته. اگه دقت بکنید به این اس او س او نگ، نگ، نوش، سنوش، سنوش، سنوش. این بیشتر الان این حرف بیشتر در اویغوری وجود داره، ترکمن صحرا وجود داره و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فکر نمی کنم، یعنی قطعا مطمئنم که قشقایی ها هم اینو به کار میبرن. آتش، 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 آتیش نیستش. آتش فارسی باید همینجوری نوشته که آتش به معنای زد و جنگ، زد و خورد. اینجا گفته آتشماخ، برکتور، برکتور، برکتور استوار، برکدورماخ. همین برک، ما امروزه میگیم برکدور. باغلان، 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 باغلان در معنای مراقب خودش باش. چاوا، معروف، اوتار. حالا خیلی این کتاب دکتر مرحوم دکتر صدیق خواندنیه، اطلاعات بسیار بیشتری میده. من الان تا صفحه 72 73 اومدم ولی هنوز از نظر قوم‌نگری هم داره کاشغار رو اینجا میشناسونه. فکر می‌کنم ترجمه نکرده این کتاب رو. این در کتاب یک کار تحقیقی انجام داده روی کتاب. مدخل رو عیناً آوردم. آوانگاری، بلافاصله به آوانگاری آن پرداختیم.
پرداختم. در آوانگاری واگها همه مترجمان السنه مختلف اشتباهاتی مرتکب شده اند که من سعی کردم آنها رو تکرار نکنم. جناب صدیق اینجا میگه نشانه هایی که برای آوانگاری پذیرفته ام چنین است. ببینید اینجا آ اینجوریه، ای اینجوریه، س اینجوریه. اینجا اومده عربی رو، لاتین رو بگیم، لاتین رو، حروف لاتین رو به عربی جلو گذاشتید که یعنی چی میشه. آ اینجوریه، این آ بلنده همون مددار، این آ کوتاهه، ب، ج، چ، د، ای، ا هم بزرگ هم کوچیک شد، جفتشون نوشته. اینجا فکر میکنم که ا هستش، ا روش یه چیزی گذاشته، همین ا رو استفاده کرده، روش یه خط کشیده گذاشته، گفته که آقا این ا بشه، اون ا این ا. خب ای، ا، ژ، ک، ل، م، ن، نگ، س، ش، ت، او، یو، و، پ. W در انگلیسی هست، این رو پ گذاشته، گفت آقا من این رو پ میذارم. یعنی ببینید این آدم اومده گفته برای اینکه ترکی قدیمی رو خوب بخونیم من یه استاندارد الان میذارم که اون ترکی قدیمی رو وقتی میخوایم اسم ها رو بنویسیم یا هر چیز رو بنویسیم با اینها بخونید. اینی که من مینویسم استاندارد من در این کتابه، اون رو مینویسه، یعنی اون داخل متن عربی هرچی هست اون رو باید بنویسه، بعد داخل پرانتز میاد اینو استفاده. فکر میکنم اینجوری باشه. و خ رو هم ایکس گذاشته. هنگام تلاقی ن با نون در املای عربی اسقاط نون را جایز شمردیم. میگه اگر در زبان عربی نون وجود داشته باشه و در کنار اون یه نون ترک وجود داشته باشه که تو دماغ گفته میشه، میگه چیکار میکنیم؟ ما اون نون عربی رو ننوشتیم. حالا دوباره ادامه داره. حالا اون چرا این میان فتحه و کسره، من این صدا رو خودم اصلا الان نمیدونم، میان کسر و فتحه نمیدونم، چون من فکر کردم این ا هستش. حالا اینجا میبینم که ا رو گذاشته ا، ف. اینجا دو تا ا هستش در اصل، ا. این صدا رو باید یه جایی بخونم، من نمیدونم، من بی سواد مطلق هستم. ا، ف، گ، غ، ه، او، او، پ، گ، ر، ی، ز، دالزه. خب اگه اینجا رو نگاه کرده باشیم بسیاری از حروفی که در عربی هستش رو ما نمیتونیم تلفظ بکنیم، نیاورده. شیوه کار اینم که از این. حالا این کتاب گفتم خب دکتر محمد حسین اینجا بنمه و کرمه، این نمیدونم چیه اصلا، امضا زده. کتابنامه اینجا رو بریم، منابعش گفته پیشگفتار مؤلف، هر گونه سپاس از اون خدا دارم که ترکان اوضاع را بیان داشتین فرمود، زبان ترکی را بیاموزید. بله اینجا از اینجا دیگه خود کتاب رو میاره، خود کتاب رو از صفحه 88 به بعد خود کتاب مرحوم اون زبانشناس خودمون هستش که مرحوم محمود کاشغری باشه. اینجا همون فصلهای کتاب رو که اونجا نشون میداد همون رو داره میگه. و بعد اینجا ببینید اون کلمات رو که اونجا میگفت اینجا آورده. این دوست مرحوم صدیق، من یکی دو بار بیشتر ندیدم متاسفانه، ایشون رو زیارت نکردم، برای نشان دادن که شیوه خلیل در زبان ترکی فراگیرتر از وجوه کاربردار و غیر مستعمل و زیرین رو می نویسیم. ارگ اگر یادتون باشه، البته اینجا مثلا آرق نوشته به نظرم، ارگ burada ارگ نوشته، burada نهر کاربرد دارد.
همون چیزی که من اونجا گفتم همین ها رو اینجا اومده به این شکل نوشته. مثلا کاربرد نداردش کجا هست؟ متروک. مثلا میگه که آگوز متروک. اما من فکر می‌کنم اگه این به معنی آغوز باشه که من گفتم دو تا معنی وجود داره، هنوز وجود داره در زبان ما، ولی احتمالا این یه چیزی که در اونجا متروک بوده در اون زمان. زگه مثلا یعنی ممکنه که مثلا در یک ایشون گرداخ نبوده ببینه که ما به گوسفندی که میزاد و بچهش اولین شیر رو خیلی غلیظه معمولا ما انسان ها میخوریم نمیدیم اون بخوره، اون به اون میگیم آغوز. مثلا ممکنه که این الان وجود داره به نظر من، نمیدونم. زگه متروک، زگ متروک. اگه این زگ مثلا همون به معنی زگی که امروز میگیم باشه، متروک نیست، الان هست. گویند گام دلیل راه. حالا از اینجا به بعد شروع میکنه اون توضیح میده که مثلا گام دلیل راه. اونجا چی گفته بود؟ بذارید ببینیم دلیل چی گفته بود. صفحه 8 باید بریم. القول في الحروف التي بنيت عليها اللغات، الحروف تدل عليها السنة الترك بأنها 18 حرف. حالا بذار ببینیم اگه بتونیم، خیلی هم داره دیر میشه. در مورد همون چیز صحبت میکنه گام. حالا من نمیدونم گام یعنی در زبان فارسی، اینا رو دیگه من زبان شناس نیستم نمیدونم، خیلی هم تو زبان فارسی نوشتنم خوب بود ولی اینکه دستور زبانشو بدونم مراعات بکنم نمیدونم. میگه که در حروف مبنای لغات ترک 18 حرف در همه زبانهای ترکی کاربرد دارند. املای ترکی با این حرفا نگاشته میشه و که در این کلمات گردان. پس 18 تا بوده، من 28 تا گفتم. اخوک، لف، سمج، نزد، بزر، شتیه. این حروف چنین است. این حروف رو اونجا هم گفتیم با قرمز نشون داده بود، اگر اینجا رو نگاه بکنید گفتیم که با این نوشته، ولی اینجا 18 بوده، من اینو گفتم 28 تا. ببخشید این 18 یعنی 18 تا. گفتم که عربیم ضعیفه، کاش مثلا قوی بود. حالا دوباره برگردیم اینجا به جناب صدیق. جناب صدیق گفته در عربی، خود این کتاب می نویسه دیگه، صدیق اینجا حرف نمیزنه، اینجا کتابه. در عربی الف ب ت س نظیر و معادل این حروف هست. 7 حرف دیگر هستند که جای و نشانه‌ای در نگارش ندارند ولی در گویش بایسته اند و از حروف اصلی جدا نیستند. زبانهای ترکی بی نیاز از این حروف نیست. نگاه کنید داره تو این حروف عبارتند از باء سلبه، پ، همین گفته پ. نگاه کنید من اونجا گفتم یه چیزی، جیم عربی نظیر کاف مثل ج که مثل کافه چه میشه. عربهای مصر اینو میگه چیز میگن که این دو در ترکی کمتر یافت میشه و زایی که از میان دو مخرج آوایی شین و ز بیرون آید ژ. ببینید دوباره اونم هست. پس چه، پ، چه، ژ، فای عربی، غین نقطه دار، این گاف، غین و گاف چی هست؟ ببینیم که از میان مخرج گافو که بیرون میآید گ. نگاه کنید گ رو هم اینجا آورد و قاف غنه که از میان مخرج‌های غین و گاف و نیز نون و که زاده می شود. غیر ترکان در ادای این حروف دچار سختی و دشواری می شوند. پس اوکی، بذار این قسمت رو هم بخونم و تموم بکنیم برنامه امروز رو. میگه که این حرف فرعی همانند حروف اصلی به نگارش در میاد. نگاه کنید پس جتپژ، من درست فکر میکردم، جتپژ حروف ترکانه هست که فارسا برای خودشون در آوردن. ولی حالا برای چی؟ برای اینکه اینو ما قاعده‌شو ساختیم، قاعده این رو ما ساختیم. نمیگم در زبان فارسی جتپژ وجود نداره، نه داره، اما اینکه این رو سمبولایزش بکنیم با یه خطی روی یک کاغذ یا روی هر چیزی و بگیم که این صدا سمبل صدای فلان هست و باید در نوشتار ازش استفاده بشه، اونو ترک‌ها ایجاد کردن.
که اینجا داریم میبینیم که داره اونو استانداردایزش میکنه. غیر ترکان در ادای این حروف دچار سختی میشود. این حالا اینجا رو که خوندیم، در گفتار هیچ یک از تیره های ترک حرف سه وجود ندارد. سه نقطه دار، سه نقطه، اون که سه تا نقطه داره مثل ت، سه نقطه داره، اونو میگه. همین گونه از حروف اطباق. اطباق یعنی چی؟ صاد، ذا، زاد تا زا که موجود نیستن. اینها هم موجود، 7 تا باید باشه فکر می‌کنم که اینجا هم داره میگه دیگه. حروف حلقی یعنی عین، ه و حسن، ه هدایت و ه حسن هم نیز یافت نمی‌شوند، در زبان ترکی نیست. گرچه جغد را بیشتر اوهی، 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 جغد را ترکی اوهی میگویند، اما اصل آن در گویش قبچاقی اوگی، اوگی. تکواژه چها، چها تکواژه هست در معنای تخماق، چها تخماق تلفظ گنجاک است. این گویش خاص نیست. درد چشم را هم اوه اوه گویند که آن هم تکواژه ناب نیست. پس اینا حالا دیگه من اینجا دیگه خیلی تخصصیه، من اینجا الان سردرد گرفتم. خب دوستان اجازه بدید، پس ما تا الان 3 تا از این چیز رو خوندیم. اینم که سری قبل تلاش کردیم با حروف لاتینه، اینم جدیدن نوشته شده، یعنی سری قبل این رو هم معرفی کردیم. پس دوستان اجازه بدید اینو ببندیم. خب دوستان خیلی طولانی شد، برای من لذت بخشه، یعنی من حتی عربیشم وقتی میخونم باز لذت میبرم. خیلی عالیه، یعنی آدم متوجه میشه پدران ما 1000 سال پیش چقدر کار علمی انجام میدادن. این نبود که تو خونه بشینه بگه که نه اینجوریه اونجوری، نه میرفته انواع طوایف ترک رو میگشته، داخلشون زندگی میکرده، این کلمه رو چجوری میگه، این ضرب المثل در زبان اینها چی هست، این لغت در عربی چی هست، قواعد دستور زبان ترکی رو در آورده نوشته. حالا کتاب در اصلش لغت شناسیه، یعنی میخواد لغت ها رو به عرب ها یاد بده که آقا شما میخواید ترک ها رو درک بکنید، حالا که خلیفه شما هستن میخواید شما اینها رو درک بکنید، دستورها و فرامین رو دارن به ترکی می نویسن یا به عربی می نویسن، شما باید اینها رو بفهمید. برای چی اینها رو میگه؟ ببینید دوستان، ما خیلی هم چیز نکنیم. وقتی خلیفه عربه و زبان خلیفه ترکی هست، ببخشید وقتی خلیفه ترکه و زبانش هم ترکیه، این چی کار کنه؟ ممکنه که دستورالعمل ها رو هم به ترکی بگه، یا میره فلان شهری به ترکی حرف بزنه. حالا اونهایی که تو اون شهرن و به کارشون به سیاست و اداره اون منطقه هست یا مردم، باید اینو یه جوری بفهمن. برای اونهایی که باید اینها رو ترجمه بکنن تا اون ملت بفهمن، کتاب زبانشناسی نوشته. یعنی باید خودمون رو سرزنش بکنیم، نسل 100 سال گذشته و 200 سال گذشته خودمون رو سرزنش بکنیم. ما خیلی تو رفاه یا اون امنیت خیلی غوطه ور شدیم، خیلی خودمون رو فراموش کردیم، خیلی تسلیم دیگران شدیم و به کار علمی و تکنولوژیک نپرداختیم. پدرانمون کار علمی انجام میدادن، کار پژوهشی انجام میدادن، کار تحقیقاتی. قرآن هی میگه که سیرو فی الارض، سیرو فی الارض. آقا برید بگردید دنیا رو، برید ببینید. افلا تعقلون، افلا یعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ پدران ما این کار رو میکردن، حتی پدران عرب ها این کار رو میکردن. برای همین میتونستن امپراتوری های بزرگ جهانی رو بسازن و اداره بکنن. ولی وقتی از این سیرو فی الارض و افلا تعقلون دور افتادیم، اومدیم چسبیدیم به ظواهر دینی که ساختن برای ما. دین محمد نبود، دین محمد نیست آقا.
فکری که الان دارن به ما میگن این دین محمد نیست، این دین ملاهاست. یه بازار، یه تجارت، یه مرکز تجارتی به نام دین اسلام باز کردن، یه عده‌ای دارن نون میخورن. در نتیجه اونقدر این شاخ و برگ داره که دست پای جامعه و انسان مسلمان رو گرفته، اجازه نمیده حرکت بکنه، عقب مونده. و بهترین کارش هم اینه که آقا نمازتو بخون، روزتو بگیر، سرتو پایین بدوز، هر چیزی که میگم سواری بده. در حالی که این نبوده اسلام. اسلام پیغمبر، اسلام پیغمبر بسیار نرمه، مثل آب و مثل هواست که شکلشو هر لحظه تغییر میتونه بده. در حالی که اسلام امروزی بسیار سخت و مجازاتگره. اسلام قدیم مجازاتگر نبوده، برای همین زندان هم نداشته. یه جرم‌های بسیار چیزی رو قواعد گذاشته. آقا هر کسی نمیتونه بگه آقا فلانی زناکاره، 4 تا شاهد عادل باید بیاره. اگر این آدم عادل تو عمرش یه بار دروغ گفته باشه، هر ستای اون، هر 4 تاشون کدک میخورن به اضافه اون شکایت کننده. خیلی سخته شما به یکی اتهام بزنید، میگه آقا باید دلیل بیارید. ولی این ملاها اومدن 1000 تا 10,000 تا 20,000 تا چیز کردن، هیچ کدومشو عمل نمیکنن، منافعشونه. و اگر ما ترکا بخوایم برگردیم به قدرت، باید اول با آثار علمی، فکری، فلسفی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی علمیشون آشنا بشیم. حتی دعا، جادو و جنبل هاشون باید آشنا بشیم. اول بدونیم پدران ما چه شکلی چی کار میکردن، با راه و رسم اونها آشنا بشیم، ببینیم اونها. من بارها گفتم اگر یک ترک میاد یه امپراتوری ایجاد میکنه، این پشتوانه علمی داره، این پشتوانه جهانبینی داره، این پشتوانه تکنولوژیک داره، این پشتوانه استراتژی داره. همینجوری نیست که اگر اینجوری بود که منم میتونستم برم الان جمهوری اسلامی رو ساقط بکنم. که چرا الان این 100 ساله نمیتونیم این پانفارسیسم رو از چیز ساقط بکنیم؟ برای اینکه ایدئولوژی نداریم، برای اینکه نساختیم، برای اینکه نمیشناسیم، برای اینکه اون پشتوانه علمی تحقیقاتی لازم برای این رو نداریم، برای اینکه نمیدونیم چجوری باید خودمون متحد بشیم. حالا مثلا جناب الدار قراداغلی الان یه مکتوب نوشته، یه نامه نوشته، به منتشر کرده، از همه احزاب آذربایجان خواسته آقا الان در ایران داره یه حادثه رخ میده. این حادثه از چیز شروع شد، قبل از چهارشنبه سوری میگن دیگه، تو چهارشنبه با کردها شروع شد، این ادامه داره. ما در اینجا چی کار باید بکنیم؟ ما چرا نمیتونیم جمع بشیم؟ این برای اینه که ما کار تحقیقاتی انجام ندادیم، ما کار زحمت نکشیدیم، ما کار این که ما چه شکلی میتونیم، یعنی کار نکردیم ما چه شکلی میتونیم انسانهای پراکنده رو متحد بکنیم. چطور چنگیز تونسته انسانهای پراکنده رو، محمد تونسته انسانهای پراکنده رو، فلان کس تونسته انسانهای پراکنده رو، قبایل پراکنده رو جمع بکنن، دولت بسازن، حاکمیت. سلجوق چطور تونسته انسانها و قبایل پراکنده و گروه‌های پراکنده ترک رو جمع بکنه، یه حاکمیت بسازه؟ غزنوی ها چطور تونستن؟ سلجوقی ها چطور تونستن؟ عثمانی ها چطور تونستن؟ صفوی ها چطور تونستن؟ نادر چطور تونست؟ برای اینکه پشتوانه علمی فکری پشتش بوده. چرا ما الان نمیتونیم؟ برای اینکه ما نمیریم کار علمی بکنیم، نمیریم تو زندگی بکنیم علم رو. ببینید کار علمی به این نیست که من تو خونه بشینم فلسفه بافی بکنم، به اینه که داخل جامعه زندگی بکنی، از دل زندگی اونها اون سیاست رو، اون خواستهای اونها رو، آرزوهای اونها رو در بیاری و براش یه راه حل پیدا بکنی برای رسیدن به اون هدف، و اونها رو بتونی بر اساس اون آرزوهاشون متحدشون بکنی و اونجوری اینها رو به بار بتونی متحدشون بکنی که در راه اون اهدافی که خودشون آرزوشون رو درونشون داشت نمیتونستن بگن، شما با زندگی کردن در میان اونها تونستی اینها رو در بیاری، بتونی اونها رو چنان بسیج بکنی، چنان سفربرشون بکنی که اونها برای اون هم بکشن هم کشته بشن.
پدران ما اگر تونستن یه امپراتوری رو از عرب ها بگیرن و این رو 800 سال در دست داشته باشن، کار علمی اینجوری انجام میدادن. دو نمونه این کار علمی رو که مربوط به 1000 سال پیشه در این 2 روز گذشته بهتون نشون دادم. و فارس ها چنان ذهن ما رو، عقل ما رو به کار گرفتن، بازی کردن که ما متوجه نشیم ما در گذشته کارهای علمی داشتیم. همه ما فکر میکنیم که آقا ترک‌ها هیچی در تاریخ نداشتن، ولی هیچ وقت نمیپرسیم اگر نداشتن چطوری اون حکومت رو گذاشتن. و حالا فارسا میان 2 نفر فارسی که برای ترک‌ها خدمت میکردن رو به عنوان خادم بودن، نه به عنوان وزیر. وزیر که وزیر نبود، که وزیری که امر من رو اطاعت میکرد که وزیر نبود، که خادم بود. من هرچی میگفتم بله قربان رو باید میگفت، باید دست من هر روز میبوسید، پای من رو باید میبوسید. کجا این باهوشه؟ شاه میگفت آقا برو فلان کارو انجام میداد، انجام میداد، میومد پاداشش رو میگرفت دیگه. بله قربانگو بود. ولی فارسا میخوان اون 2 نفر رو، فارس رو به عنوان وزیران و باهوش پارسی به ما بگن که آقا شما شاهاتون خلفای ترک چیز. نه، برگردیم به خودمون، برگردیم به کتابهامون، برگردیم به تاریخمون، دوباره خودمون رو بازسازی بکنیم. یه مدتی طول میکشه، واقعیت اینه یه مدتی طول میکشه تا ما این کتاب‌ها رو هضم بکنیم، آشنا بشیم و بفهمیم که اینا چجوری این کار کردن. بعد یواش یواش ما راه میفتیم. وقتی اعتماد به نفس تاریخمون به خودمون برگشت که الان زیر پای پانفارسیسم و پانیرانیسم لگدمال شده، زیر پای غربی ها لگدمال شده، زیر پای روس ها لگدمال شده، در اصل هویت ملی ما، هویت تاریخی ما، هویت ادراکی ما و ارادی ما زیر پای جهان مسیحی 200 سال گذشته پایمال شده. ما اون هویت ادراکی و ارادی خودمون رو از دست دادیم. برای اینکه برگردیم و بازیابی بکنیم باید بریم ببینیم پدران ما در تاریخ چه کار انجام دادن، چقدر کارهای علمی انجام دادن. نگاه کنید همین مثلا واقعا من نمیدونستم، من تا امروز نمیدونستم که، یعنی بگیم که امروز نه، بگیم مثلا من الان 3 هفته است دارم این برنامه چیز رو باهاش کار میکنم، چی اسمش، مهندسی جهل، دارم یواش یواش متوجه میشم که آقا پدران ما چه کتاب‌هایی نوشتن. بذارید حافظ شعر بگه، بذارید سعدی شعر بگه، بذارید نمیدونم خاقانی شعر بگه، هر کسی به هر زبانی میخواد شعر بگه، مولوی شعر بگه. خب ترکایی بودن که به فارسی شعر گفتن، دستشون درد نکنه بگن. در کنار این ببینیم که چقدر ترک و عرب و فارس و بلوچ و ترکمن و قشقایی و هندی و نمیدونم افغانی و پاکستانی امروزی و نمیدونم فلان جایی به زبان ترکی کتاب، چینی به زبان ترکی کتاب نوشتن، تبتی و یونانی و فلانی به زبان مصری به زبان ترکی کتاب نوشتن. رهبران ما، بزرگان ما، امپراتوران ما که فکر جهانی داشتن، نه فکر کوچه تو قبیله خودشون درگیر بشن. ببینید فرقش اینه، ما بعضی وقتا فکر جهانی نداریم، ما فکرمون فکر بسیار کوچک درون خانوادگیه. بعضا حتی الان جمهوری اسلامی یه کاری کرده که ما از درون خانواده هم رفتیم بیرون. زنه فکر میکنه که باید شوهرشو غارت بکنه بره، شوهر مرده تلاش میکنه که زنو غارت بکنه بره، بچه‌ها تلاش میکنن که پدر و مادر غارت بکنن برن. یه چنین وضعیتی مبتلا شدیم. یعنی ما باید از اینجا بیایم بیرون. ما باید از این جهل تحمیلی که در 250 سال گذشته غرب بر اثر اون تکنولوژی برتری که به دست آورد به ما تحمیل کرده و عوامل دست نشانده خودشون رو به عنوان قوم فارس و قوم نمیدونم پشتون و قوم کلدون و قوم فلان و بهمان بر سر ملل مسلمان و ترک گذاشته و برای اینکه اینها رو درگیر بکنه 4 تا سرطان هم در دل اینها گذاشته که دائما درگیری در این منطقه باشه و صلح نباشه. و ما باید این سرطان رو درمان بکنیم، نمیتونیم حذفش بکنیم. حالا
دوستمونه که بشنوه میگه که هدایت باز داره میگه یهودی ها و ارمنی ها و فارس ها و کرد ها سرطان هستن و باید اینها رو از بین برد. نه، باید اینها رو درمان کرد، از نظر فکری، از نظر حقوقی، از نظر زبانی. اینها رو باید یه راه حل سیاسی مثل همون که پدران ما پیدا کرده بودند. در این 1000 سال تونستن تمامی عرب ها رو از هندوستان گرفته تا چین، از چین گرفته تا ماچین و تا اروپا رو بتونن در صلح نگه دارن و در زمان اونها جنگ جهانی راه نیفتاده. خیلی مهمه. پدران ما از جنگ های جهانی جلوگیری کردن، هیچ جنگ جهانی رو ایجاد نکردن. اروپایی ها در این 200 سال گذشته یا خودشون با خودشون جنگیدن صدها سال، یا اومدن جنگ داخل خودشون رو در این 100 سال اخیر به جهانیانی که نمیخواستن به جنگن تحمیل کردن. همونطور که این جنگ اول جهانی و دوم جهانی رو به دنیا تحمیل کردن که اسمش هم خودشون گذاشتن جنگ جهانی، جهل جهانی رو هم به ما تحمیل کردن. در ایران عاملان اجرای این جهل جهانی، تحمیل جهل مهندسی شده به انسانها، به عهده پانفارس های پان ایرانیست گذاشته شده که اینا نه پانفارسن نه پان ایرانیستن، اینا پانپولن. اینا فردا ترک ها به قدرت برسن همشون یالتاقی دستلیس پالیس ترک ها خواهند شد. همین الانش که این پزشکیان هنوز اون جسارت اون قدرت رو نداره، وقتی الان میره تقریبا همه تلاش میکنه ترکی صحبت بکنه. از همین یک گله که از زیر برف پانفارسیسم و پان ایرانیسم سر بالا آورده، میتونه تو سیاست یه سری رو یه ذره بالا آورده که امیدوارم این سر رو قطع نکنن. متوجه میشید که اگر این برف، این یخبندان پانفارسیسم و پان ایرانیسم از بین بره، چند نفر میانده از زبان فارسی دفاع میکنه. خیلی طولانی شد. من چون خودم لذت میبرم از خوندن این کتاب ها دوستان، باور کنید خودم خسته نمیشم. نمیدونم برای شماها خوبه یا نه، مهمم برای من نیستش که شماها گوش میکنید یا نمیکنید. من دارم یاد میگیرم. من دارم از اون دیوار جهلی که مثل پیله دور کرم ابریشم میپیچه، خودشم بیچاره تولید میکنه. من داخل اون همون شفیرم، همون اوگوردام چی؟ دورسنه پیله doluyupdu. من همون شفیره داخل زندان جهلم که الان با خوندن این کتاب ها لذت میبرم و یواش یواش بال در میارم. حالا من این پوسته رو، این جهل رو یه روزی میشکافم و پرواز میکنم، به پروانه تبدیل میشم، آزاد میشم، فکرم آزاد میشه، ذهنم آزاد میشه. من از این زندان، دیوارهای این زندان خارج میشم، وارد جهان آزاد میشم. از این جهان جهلی که برای ما ساختن بیرون میام با خوندن همین کتابا. اگه براتون سخته خب بدونید که اگر نمیتونید تحمل بکنید این کتاب رو خوندن رو ببینید، اگه نمیتونید این رو تحمل بکنید بدونید که داخل زندانید، چون اون زندان اجازه نمیده، اون جهل اجازه نمیده شما تحمل بکنید، با عشق و علاقه ببینید این بحث رو. نمیگم به من گوش بکنید، نه، ممکنه اصلا دوست نداشته باشی صدای من بشنوی. برو کتاب رو بخون و در غیر این نباشه دیگران چی میگن. یکی از دوستان من که خیلی هم بهش احترام میذارم گفت آقا غلط میخونی. آره، تلاشمو دارم میکنم. بله دوست عزیز، راست میگید.
بسیار ممنونم. هم سلام و هم خداحافظ. چون که دوستان من تلاش میکنم هر روز، اگه سلامتی اجازه بده، تلاش میکنم هر روز یکی از این کتابا رو معرفی بکنم و بخونیم تا با تاریخ پدرانمون آشنا بشیم. من بسیار بسیار متشکرم از جناب آذرباش، از اون تصادفی که در کهکشان ما رخ داد تا من با این کانال تلگرام جناب آذرباش کتابخاناسه آشنا بشم و با این کتاب آشنا بشم. بسیار متشکرم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. هر کسی شکر نعمت جهانی و مادی رو نکنه، شکر خدا رو نمیتونه بکنه. شما شکر خدا رو لازم میگه خدایا شکره. همین که این جهان مادی رو شکر بکنی، خدایا شکره که این کاغذ دستمالی هستش و من میتونم تمیز بکنم، خدایا شکره که این هستش. من اگه شکر این رو بکنم، خدا رو شکر کردم. لازمش بگم خدا شکر. شکر عجب اینکیه، عجب جزلوک. خب اگر من همین که دده گورگود رو یا این محمود کاشغری رو کتاباشون رو بخونم، برای روحشون دعا بفرستم، شکر خداست. Allah sizin ruhlarınızı şad eləsin. Allah bizə o qədər ayıqlıq, o qədər خودباوری به زبان فارسی بده که ما برگردیم و تمامی آثار پدرانمون رو، کارهای علمیشون رو بفهمیم و بدونیم در کجا ایست کردن و چرا ایست کردن و چرا ادامه داده نشده، چه بلای سرمون اومده و دوباره از همونجا شروع بکنیم و بسازیم دوباره. روزتون بخیر.